بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و نجیبه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب اله العالمین الخاصین و علی آله و اصحابه اجمعین. سلام و درود و احترام حضوری برادران و خواهران عزیزی که در اینجا شرکت دارند. کنفرانسی سیاسی و معرفتی نیم عصر مبارزه، شهادت و هجرت را شروع می‌کنیم. 50 سال مبارزه، دعوت، هجرت و شهادت. 50 سال سرنوشت ملت. از آن روزهایی که ملت تصمیم گرفت حتی با اژدهای سرخ حکومت کمونیستی اتحاد شوروی سر به سر شود، نیم عصر گذشت. 50 سال مبارزه و فریاد، شهادت و هجرت. هرچند قیام علیه بی‌هویت سازی ملت ابتکار چند جوانمرد بیدار دل و روشن ضمیر بود، ولی صدای آنان تا رفت در گوشه و کنار کشور غلغله افکند. این نه تاریخ یک حزب است، این تقدیر یک ملت است. از روزهای نخستین بدون هراس، با تکیه به پروردگار، با صبر و بردباری در مشکلی ها و مشقت های راه مبارزه، صدای آزادی خواهی علی رغم دشمنان ملت تا حال ادامه دارد. بله، ادامه آن تا پیروزی، عدالت و حقیقت خواهد بود. مبارزه ما گوناگون نام، گوناگون حزب و گوناگون اندیش است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، پیمان ملی تاجیکستان، سازمان‌های جامعه شهروندی، بلاگران، روزنامه‌نگاران، مهاجران، مادران انتظار فرزند. بله، ما گوناگونیم، اما پنجه های یک دستیم و شاخه های تن یک درختیم. ما یک آرزو داریم، این هم باشد تاجیکستان آزاد. نشاگون آزاد خوب. هر کدام با راه، با صدای، با فشار روبرو شدند. یکی زندانی شد، دیگری آواره، یکی مظلوم، دیگری محکوم، اما همه با یک آرمان باقی ماندند: تاجیکستان آزاد با کرامت انسانی. ما همه تهدیدها، همه رنج کلفتها، همه مشقت را تحمل کردیم، نترسیدیم، نلرزیدیم، نگفتیم که تنهاییم، نگفتیم که در غربتیم. ناوابسته از مسافرت و مهاجرت، با متانت تا رسیدن به هدف راهمان را ادامه می دهیم. آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم کن در میان خاک و خون بینی سره. ما در روش و اندیشه و فعالیت از هم فرق داریم، ولی دشمن ما یکی است. ما جدا می نماییم، ولی در آرمان متحدیم. ما نام گوناگون داریم، ولی درد و آرمان یگانه. حقیقت، آزادی و راهگشایی به سوی وطن. 50 سال مبارزه، هجرت، 50 سال شهادت، اما همزمان 50 سال صدا، 50 سال آرمان، 50 سال امید. امروز ما از گوشه های گوناگون جهان با صداهای گوناگون، اما با یک دل میگوییم: ما برای آزادی با همیم، ما برای وطن با همیم، ما برای ملت با همیم. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست.
دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. ما یک ملتیم با هزار صدا ولی یک ندا. برادران و خواهران عزیز، در نشست امروز ما مهمانان از کشورهای لاتویا، لیتوا، لهستان، اتریش، فرانسه و از همه اطراف آلمان، هلند، از دولت اسلامی افغانستان و دیگر کشورها مهمانان عزیز حضور دارم. خدمت همه شما نور چشم ما خوش آمدید. و چیزی که معلوم است نشست ما کنفرانس سیاسی و معرفتی نیم اصلی مبارزه، شهادت و هجرت را در بر میگیرد. 29 ما را شروع کردیم و برادران عزیز از انجمن بار دیگر همه را خوش آمدید میگویم. من سخن خودم را شروع میکنم از شعر مولانای روم. مولانا میفرماید چون سلیمان کرد آغازی بینا، پاک چون کعبه، همایان چون مینا. در بینایش دیده میشد کر و فر، فارسی روبی. در بینایش دیده میشد کر و فر، نفس سوده چون بیناهای دیگر. در بینا هر سنگ از کو میکسوز، فارسی روبی هم میگفت از نخوز. خب چرا من شروع کردم از بیتی زیبایی مثنوی حضرت مولانا؟ چون که در اینجا حضرت مولانا میگه وقتی که حضرت سلیمان بینا را شروع کرد، بینای خیلی با حشمت و زیبا با کر و فر مثل کعبه و مثل بینای و مثل مینا او را ساخت، نه مثل بیناهای دیگر، مثل بیناهای فسرده. و میگه وقتی که حضرت سلیمان سنگها را پاره میکرد، سنگها فاش میگفتن سیروبی، یعنی ما رو به خودت سیروبی کلمه حرکت، یعنی ما رو به خودت بر. من با خاطر در اینجا و دلیل این شعر رو برجوستم که نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب اسلامی تاجیکستان که 50 و چند سال مقدم در تاجیکستان توسط جوانان غیور جسور، خب این حزب برنامه شد، حزبی خیلی هم با شکوه و حزبی که شکوه و مستقل قدرت داشت و اون سنگها را هم که از با میگفت که مردم همه خود با خواهش خود به این حرکتی که جوانان غیور را اینا کرده بودن حرکت میکردن، میاموندن و این حزب را ساختن و این حزب این حرکت یک حرکت حس بود و میموند باقی انشاءالله با شکوه و قدرت. همه مبارزه و هجرت و ما همه چیزا رو دیدیم، از پسی سر گذارده، ولی انشاءالله که امید داریم حزب به نهضت اسلامی تاجیکستان همچون اسطوره و پاینده هست بود و میماند و انشاءالله که با سر بلند توسط بزرگان همه بیرد شرکت را با سر بلند انشاءالله با کشور برمیگردیم. خب وزنی ها رو ما بارها گفتیم که چون وزنی ها رو ما زیاد دیدیم و انشاءالله که اینا رو همه پسی سر میکنیم و انشاءالله که ما باید که حزب ما در حرکت ما همیشه راسیخ باشیم، حزب تطلیت دیم، اصلی ما همین حزب است و قول مولانا حرکتی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزهای اصل خویش. دهها حزب و حرکت‌هایی که روزها بینا میشوند با این حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان که خیلی که شرکت در اینجا بود در زمان اژدهای سرخ، زمان شورای و کسانی که امروز یاد می‌گیرند که در اون زمان زندگی کردند. من خودم یاد دارم 24 ساله بودم تا در زمان شورای از اولش 24 سال بودم، در 24 سال بود. انسان عادت ساده و عادی نبود، مثل که روز یک حرکت یا حزب می‌خیزند اعلام می‌کنند می‌سازند، مثل این نبود. مثل مردم که خارج اون وقتی که می‌خواست در مقابل یک رژیمی مظلومی توتالیتر یک حرکت بسازی شوخی نبود. گفتم که پدر را در می‌آوردن، ولی این بزرگواران که همه برادران می‌دونن مؤسسان این حرکتی و این حرکت را ساختن آوردن یک حرکتی رو انشاءالله که یاد اون شهیدان، یاد اون گذشتگان، یاد اون مبارزان، یاد آنانی که این روزها در زندان ها هستند اذیت می‌بینند، یاد اینا هم گرامی بود. خداوند روح اون شهدا را رحمت کنند، روحشون از ما و شما الهی شاد باشد. خب دیگر برادران عزیز،
خب ما یاد گفتیم که ساده نبود یک حرکتی ساخته شد. سید عبدالله نوری خب چه پسیندان را در جوان خب اکی شخصی سری شهید است در شرکت و همکاران در شجاعت میدونن که با افتخار اکی شخصی خطر گذاشتیم روانه جوان بودن، روانه زندان شدن که اکی شخصی نحیف شدن که پیروز کردن بیمار است انشاءالله که ما دیریسیم در بیمار خلانانیش و بیمار نشد تا آخر با ما مصالحه هستند و غلبه بازگشتی سرپرادار اشتراک واقعی شمسلی و دیگر بزرگواران سفیدان که در شرکت رانندگی انشاءالله خواهیم دید. من سخن زیاد نمیکنم برادران عزیز. خب باید تشکر میکنم از مهمانان عزیز، از رئیس پیمان ملی پروفسور اظهار تشکر میکنیم که امروز در این نشست شرکت دارند. خب ما سخن اول رو خب برادر عزیز ما استاد محمد سعید رضایی پیروان این مقطع شاگردان استاد سید عبدالله نوری تشریف آمدن فرمایند قمرالدین هم خوش آمدن. انشاءالله که اینجا هم فرزندان و پیروان این مقطع هستن از اول خداوند قدوم هم گردانند. فرمایند استاد. استعوذ بالله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم برادران، خواهران، استادان، بزرگان، سیدزادگان، هموطنان عزیز، جوانان محترم. قبل از همه تشکر کنم قدردانی و برادران و دستاندرکارانی که این نشستی سیاسی را پیاده بود و آرزو کردن تقدیم بدارم و در رأس همشون از برادرمان محمدی البته رئیس نهایی دولتی که در دوران رئیسیش خیلی هم تلاش بود، خیلی کار می‌فرمید، خیلی چاره‌بینی هایی که در نظر داشت بسیار سعی تلاش زیادی داشت. سلامت باشه، خداوند این را خالص برای خودش بگردونه و منفعت جهان برای ما و شما، برای حرکت ما و برای هموطنان قرار گیرد. دوستان عزیز، موضوعی که من امروز اختیار کردم نهضت اسلامی تاجیکستان، حرکت دینی سیاسی و موضوعی که اینجا هم دوستان اختیار کردن درباره 50 سال مبارزه، شهادت و هجرت هم این خیلی موضوع مهم است که بالاش خیلی هم فکر بکنیم و خلاصه آنچه هست که در این حرکت دیدش می شود. خب هر گونه حرکت سیاسی، دینی یا اینکه دین دنیوی باشد، دارای هدف و وسیله یا اینکه به اصطلاح امروز است و تکنیک و تاکتیک می باشند. حرکت‌های سکولاری اگر دنیوی را بگیریم از مکتب‌های مادی منشأ می‌گیرند. حرکت‌های دینی مخصوصاً دین اسلام از تعلیمات الهی منشأ می‌گیرد. مکتب پیامبران خداوندی علیم و حکیم و دانا و جزء کل هستی و بشری. برخلاف مکتب‌های دنیوی سکولاری یا اینکه لیبرالی، ارزش‌های معنوی در مکتب‌های انبیای الهی اصل و محورهای اساسی می‌باشند. در مکتب‌های دینی مسائل مادی و دنیوی همچون وسیله استفاده می‌شوند، نه هدف. شعار مکتب دینی هدف پاک و خدایی است، وسیله نیز باید پاک باشد. بنابراین در مکتب‌های مادی دنیوی بر این نظرند که هدف وسیله را تنظیم می‌سازد، یعنی تبریئه می‌سازد. در مکتب یا تعلیمات دینی استفاده وسیله غیر شرعی حرام است و قطعاً منع می‌باشد. هیچ گونه هدف
وسیله حرام را حلال و جایز نمی‌گرداند. استعیذ بالله. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. در آنچه خدای تو برایت عطا کرده است جهان آخرت را بجوی و نصیب و حصه خود از دنیایت را فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین از پی فساد مباش که همان خدای تو فسادکاران را دوست نمی‌دارد. مکتب‌های مادی حاکم دنیای امروزه یعنی مکتب لیبرالی میتونیم بگیم که دموکراتی که امروز ادعا میکنن با منطق غلط گویا در جهان ارزش‌های به نام والای دموکراتی را حاکم می‌سازد عباره‌های دروغین که حقوق بشر، دموکراتیا، آزادی و غیره را هدف نه شعار قرار داده و با این بهانه خود اجازت داده است که میلیون ها انسان بیگناه را در شرق و در جنوب و شمال کره زمین قتل و غارت نماید. از بین ببرد. نمونه اخیر این جنایت ها، این قتل و کشتار، سوختار و علمگوار و از بین بردن فلسطینی ها در سرزمینشان در غزه می باشد که تا حال این شب و روزها هم دوام دارد. خب نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی مکتب پیغمبران الهی. نهضت اسلامی تاجیکستان در عصر گذشته در دهه 70 قرن 20 ارزی وجود کرد. در پیروی از مکتب دینی و پیغمبران الهی کار و فعالیت خود را شروع کرد. نهضت اسلامی تاجیکستان در ابتدا با یک تنظیم برنامه تعلیمی یا اینکه درسی وحدت طالب علمانی تمام طالب علمانی که در نزد علمای دین ملاها و داملاها تعلیم میکردن ایجاد کرد. ارتباط با کل دانشجویان مکتب و دانشگاه‌های رسمی، دانشمندهای صاحب‌های گوناگون از قشره‌های گوناگون وطن دوست یا که میهن دوست میگیم، حالا زیایی میگیم، اینها رو برنامه‌ریزی کرد و عملی نمود. با استفاده از این برنامه‌های درسی در درس‌های خودش فن‌های نوی خودشناسی، انگیزه ملی، وطنداری، استقلالیت، برابر حقوقی، خب برابر زیستی و با دیگر قشرهای جامعه در قلمرو اتحاد شوروی جای کرد. با استفاده از این درس‌ها، از این فن‌ها در توی معرکه‌ها، چاره‌بینی‌ها، مراسم‌های مردمی دینی این مفهوم‌ها را عمومی کرد و در بین مردم در مسیر تاریخی خودش گرفتاری‌های زیادی را تجربه کرد و مشکلات زیادی را از سر گذراند و اونها را حل کرد. ببینید در ابتدا مسئله ملاهای نو کهنه به وجود آمد. وهابی و یک گروهی که مثلا از مذهب درآمدن و دیگرگون شدن یا که دیگر راه را گرفتن. این را حل کرد. وحدت علما در تاجیکستان را ایجاد کرده بود که پرسترایک را حاصل مسئله بیکار شدن بند 6 قانون اساسی
اتحاد شوروی و اجازه بسیار حزبی تلاش کرد برای یک با وجود آوردن یک حزب رسمی هم که توانست حزب نهضت اسلامی اتحاد جماهیر شوروی را تأسیس بگیرد و این را توانست که کنفرانس شدوز در اومد و تأسیس بگیرد و البته برای همه معلوم است که خب آزادی در همه جمهوری ها برابر نبود و استثناء تاجیکستان در دیگر کشورها نهضت اسلامی تاجیکستان بسیار مشکلات زیادی را در اینجا متحمل شد. خب این کار انجام نیافته نه و کار را شروع کرده بود که فروپاشی اتحاد شوروی با وجود اومد استقلالیت ادعای استقلالیت که البته این آرمان اساسی نهضت بود آرمان اساسی در برابر دیگر برنامه‌هاش آزادی و مستقل بودن کشورش بود. خب اکنون ببینید که در این آزادی که نهضت خواهان او بود بیداری مردم و نزاع‌ها کشیده شد و جنجال‌ها کشیده شد در حالی که همون بیداری در کشورهای بلتیکی در این طرف‌های لیتو و لطو استون در دیگر جاها استقبال می‌شدند اما در اون جنگ کشیده شد به یک نزاع و آورده رسانده شد به یک جنگی تحمیلی که چند سال دوام کرد و فراموش نکنیم که نهضت اسلامی تاجیکستان در این جنگ داخلی در برابر دیگر قوا نیروهای دموکراتیک در اونجا بود از اونها بیشتر زیان زحمت یا این خسارات جانی و مالی را داده است. استعیذ بالله قل ای شیء اکبر شهادة قل الله شهید بینی و بینکم صدق الله العظیم. بگو کدام چیز برای شهادت آوردن بزرگتر است؟ بگو الله همانا او شاهد بین ما و شما است. ببینید که شهید شدن و الله شاهد بودن یعنی همین شهیدایی که ما دادیم در برابر خودش در جلوی خودش ما رفتن که همین ارزش را دارن که همین هدف همین راه همین حرکتی اینها رفتن شهید شدن و شما میراث‌دارای اونها رفته سالیدی مسئولیت به اهداف شما و تیبای شما آمده است بدون اونها همین ارزش و همین مقام دارد. دوستان عزیز درباره هجرت این را باید بدانیم که هجرت فرار و گریختن از مسئولیت یا که از مشکلات نیست یا که به یک جای تن رفتن نیست. هجرت سرش پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین هجرت کردند. هجرت بارها بالای امتی مسلمه آمدگی هست. هجرت معنای زیادی را دارد اما در این جایی که ما هستیم هجرت معنای هجرت جمع کردن نیرو قدرت و دوام دادن راه خود برای رسیدن برای مقصد است. فراموش نکنیم. بنابر آن هجرت از خود راه و اسلوب و قاعده های دارد و ما آن را در هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌بینیم و آن مراجعه کرده شد. پیغمبر ما یک گروه را در صدر اسلام به حبشه روی کرد. خودش به طائف رفت با قبیله های مختلف سفر کرد. در نهایت به یثرب رفت که بعد از رفتن رسول صلی الله علیه و سلم آن نام مدینه منوره را گرفت. این همه به خاطر جلب جانبداران و گرد آوردن نیرو برای ادای مسئولیت رسالت الهی بود، برای هدایت مردم، برای رهایی آنها از ضلالت. در هجرت که هست اصلا ما الان چند چیز را می‌بینیم. اختیار مکان مناسب و کجا رفتن در برآوردن یا اینکه ذخیره کردن افراد قابل خود. خب در اون وقت بنای مسجد بود. حالا ما یک مرکز اگر واحدش بگیم برای مسلمانان یا اینکه برای همفکری، بنای مسجد یعنی خانه خدا برای یک مرکز واحد و بنیاد عقیده در اون وقت بود. حالا ما نمیدونیم که ایدهش میگیم یا فکرش میگیم فکر و یک عقیده و یک ایده واحد. ایجاد برادری بین مهاجران و اون انصاری که در اونجا بودند. خب همبستگی
نوعی که بر اساس ایمان بود. حالا ما هم بستگی بر اساس چیزی که داریم ما در هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک بستن یک سلسله معاهده ها، شرطنامه ها و این چیزهایی بود که با گرد اطراف یهود و دیگرها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرد. یعنی هجرت همین چیزهایی است که ما امروز با اون چیزهایی که برای ما لازم است در شرایط امروزه، تمدن امروزه باید کرد ما در این هجرت استفاده شد. اینجا مناسب است دوستان عزیز باید اقرار بکنیم و یادآور شویم که نهضت اسلامی تاجیکستان در گرد آوردن اسناد ضروری جنایت‌های کرده امام علی رحمان و کمانده‌اش در قدرت و تقدیم آنها به دادگاه بین‌المللی جنایی در غزه این را یادآور شویم. من همه شما را رئیس محترم را اعضایان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را هموطنان را تبریک میگیم که اخیراً این کار انجام شد و به این دادگاه بین‌المللی این اسناد سپرده شد. خب خیلی این یک اقدام بزرگ است، جایی است که جنایت‌های این مخلوق را و حکومتداران خائن به وطن ملت را آشکار می‌کنند. از این پس بعد این مردم ملت ما می‌داند که رئیس جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوان نجات بخش دولت و ملت یا اینکه سیاره و دیگر نه، بلکه یک جنایتکار برهم زننده صلح و وحدت، خائن بر دولت و ملت است. ما نمی‌توانیم از این تطبیق مکارها این گونه فعالیت ها که در هجرت انجام میشوند یکی از همون چیزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم انجام داده بود بیشتر میشوند و ما میتوانیم انشاءالله با اونها به وطن برگشتن، گستن فرهنگ اینها چیزایی میشوند که انشاءالله ما رو میتوانند که کشور منظر بگرداند. السلام علیکم. تشکر میکنم از وزیر جمهوری محمد سعید بن جلال. با فرانسه شد پیوست کردم. حالا ما گفتیم سخن رو به برادر عزیزمان آقای محمد نوری از فرانسه نامش و مکتب مقاومت و اصول ان که آقای محمد نوری در 8 دقیقه صحبت و انجام می‌رسند. بفرمایید شما در خط و برادران مهمانان شما را هم دوستان دارم میشنوند. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور استادان گرامی، خانواده های عزیز شهدا، نزدیکان زندانیان و همه مهمانانی که تشریف آوردند به این همایش، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید بگویم که من در این صحبت کوتاه خود نه از کمکاستی ها و نه از پست و بلندی ها و کمبودی ها، نه از دشواری ها و مشقت ها، از همه این چیزها نه، بلکه و خصوصا از اصلاحات و تغییرات ها و خیلی چیزهای دیگر که قبلا درباره اینها گفتند و گفته شدند و خواهند گفت در این باره نه، ولی من میخواهم که توجه حاضرین گرامی را به یک موضوع دیگر جلب کنم که نهضت اسلامی تاجیکستان را باز از یک دریچه دیگری هم می شود دید. و امروز که این همایش به خاطر نیم قرن مبارزه، شهادت و هجرت و فعالیت و رشادت های نهضت و نهضتیان برگزار شده ایستاده است، من میخواهم از این فرصت استفاده کنم و
در رابطه با نهضت همچون مکتب مقاومت و صلح فکر و اندیشه های خود را بیان بکنم و تشکر میکنم از دستاندرکاران و کسانی که این همایش را برگزار نموده ایستادند و این فرصت را برای بنده هم دادند. پیدایش نهضت به سالهای 70 قرن گذشته راست می آید، زمانی که تعقیب و فشار حکومت اتحادی شوروی در اوج بلند خود قرار داشت. اما در همین شرایط یک گروه از جوانان، مردان اهل فکر و عقیده در فضای پر از خوف و خطر برای حفظ دین، فرهنگ و هویت ملی پا به راه مبارزه می‌گذارند. آنها بدون حزب، بدون منبر و حتی بدون آزادی سخن، بدون حمایت قانون، بدون حمایت خواجه، بدون حمایت کسی و چیز، تنها تکیه به خدای خود، تکیه به الله و پروردگار خود، به خود مسئولیت گرفتند تا روحیه اسلامی و هویت تاجیک و تاجیکستانیان را زنده نگه بدارند. آن سالها نه تنها تحمل بلکه فکر کردن جسورانه از حق دفاع کردن و خاموش نماندن خود دلیری و ایمان می‌طلبید. اگر از تأسیس حزب نهضت اسلامی سخن گوییم، باید از آن جوانان و مردان اولین و پایه‌گذاران و اساسگذاران این نهضت و همه آن نفرانی که در این راه جان خود را نثار کردند یادآور شویم که در زیر فشار و تهدید در فضای سخت و سرکوب شوروی بدون دسترسی به منبر و مطبوعات حرکت بنیاد کردند که بعداً به نیروی عمده سیاسی کشور تبدیل یافت. هر راهبری حقیقی یا که راهبران حقیقی اول باید امتحان پس بدهند و آن بزرگواران هم با زندان شدن، شکنجه شدن، تحقیر، جدا شدن از نزدیکان، از وطن، از مردم خود و پسان با جنگ و مقاومت، با صلح، با همه چیز امتحان زمانه خود را پس دادند. این حرکت و این مبارزه در آغاز مخفی و پنهانی بود، ولی با گذشت زمان و با وجود آمدن شرایط سیاسی در آخر سالهای 80 و ابتدای استقلال در شکل سازماندهی سیاسی ظاهر گشت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما در سال 1991 به خیل گرفته شد و این لحظه آغاز دوره نوی مبارزه آشکارا و سیاسی بود. نهضت اسلامی تاجیکستان در ذهن مردم همچون یک نیروی مقاومت ثبت شده است. نه فقط مقاومت با ظلم، بلکه مقاومت با جهالت، استبداد، تحقیر ارزش‌های دینی و پایمال کنی حقوق انسان است. این نهضت از آغاز به مبارزه فرهنگی، تربیوی و سیاسی تکیه کرد. آن در مساجد، دانشگاه‌ها، در مطبوعات آزاد و منبرهای سیاسی تلاش کرد که جامعه را بیدار سازد و مردم را به عدالت، آزادی و حمایت از ارزش‌های ملی و اسلامی راهنمون سازد. در طول سالها صدها شخصیت‌ها در این مکتب پرورش یافتند: عالمان، سیاستمداران، ژورنالیستان و فعالان اجتماعی. این مکتب به نسل‌های نو طرز فکر، اخلاق و مسئولیت آموزاند. در اوایل سالهای 90 متاسفانه تاجیکستان تازه استقلال و گرداب جنگ شهروندی افتاد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صف اتحاد نیروهای مخالف تاجیک شرکت داشت و در فضای مبارزه نظامی
و پراکندگی ملی تلاش میکرد که در برابر دفاع و مقاومت نظامی راه صلح را هم باز نگاه دارد. سال 1997 با میانروی سازمان ملل و کشورهای کفیل سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی به امضا رسید. بدون شک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از عاملان کلیدی موفقیت این صلح بود. حزب در یک موقع تاریخی به خاطر ملت و آرامی کشور گذشتی بسیار بزرگ کرد و همین کار نام این حرکت و این نهضت را در تاریخ معاصر تاجیک ثبت کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل صلح آمیزی سیاسی نمونه عبرت شد. آن به نظام سیاسی همراه گشت و سالها در پارلمان و حکومت ملی فعالانه اشتراک کرد. با وجود مشکلات و محدودیت‌ها کوشش نمود که در فضای سیاسی سهمی مثبت داشته باشد. مکتب صلح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر پایه آیه و حدیثها و تفکر اسلامی زمانوی بنیاد یافته است. این مکتب آموخت که بهترین شما آن است که به مردم نفع رساند و صلح را بالاتر از غلبه بداند. ولی افسوس سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان ممنوع اعلام گردید. با یک قرار خودکامه سیاسی در شرایطی که حزب رسما ثبت نام و فعالیت قانونی داشت ممنوع اعلام کرده شد. این عمل که بدون اساس حقوقی و با اتهامات ساخته انجام یافت نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از صحنه سیاسی کشور دور نمودن بود، بلکه در کل مخالفت سیاسی را در تاجیکستان خاموش کردند. پس از این رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهامات سیاسی بازداشت، شکنجه و زندانی‌های طولانی شدند. صدها اعضا و جانبداران از جمله عالمان، روحانیان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی به مرافعه‌های ناعادلانه کشانده شدند و همچنین صدها مجاهدان و فرماندهان شجاع و دلیر که بعضی از آنها در شکنجه‌ها یا شرایط نامعلوم شهید گردیدند. صدها تن مجبور به ترک وطن، مهاجرت و جدا از خانواده شدند و ما را می‌باید که از آنها با احترام و تواضع یاد کنیم. اما عاملان این سرکوب‌ها و خیانت‌ها یک چیز را هیچگاه نباید فراموش سازند که ایدئولوژیا وقتی با اعتقاد، عقل و علم و دانش پیوست است، آن را نه با حکم‌های رسمی و نه با تبلیغات یک طرفه نابود کردن غیر امکان است. امروز این مکتب نابسته از شرایط مهاجرت، فشار، تعقیب زنده و پویاست. شخصیت‌ها و پیروان آن در خارج با متانت، با قلم و اندیشه به مبارزه فکری ادامه می‌دهند، زیرا ارزش‌هایی که بر پایه عدالت، عقل و علم و دانش بنیاد شده اند هرگز نمی‌میرند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در طول نیم قرن از پنهان، از مبارزه‌های پنهانی تا حضور رسمی، از میدان تا هجرت، از مبارزه تا صلح یک مکتب مکمل سیاسی و اخلاقی است. مکتبی که به ما یاد می‌دهد که مقاومت تنها با سلاح نیست،
اگرچه لازم و ضرور است، بلکه با قلم و اخلاق نیز هست. به ما یاد می‌دهد که صلح گذشت می‌خواهد، نه زوری و زورگویی. و این چنین به ما یاد می‌دهد که آزادی و عدالت ارزش‌هایی هستند که برای آنها باید خدمت کرد، نه ظلم و ستم. و این چنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ما می‌آموزد که چگونه مقاومت بدون خشونت کنیم و چگونه صلح کنیم بدون تسلیم و چگونه زندگی شرافتمندانه داشته باشیم. در طول فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این نهضت و این حرکت به مکتب تبدیل یافت که صدها جوانان را با علم و دانش، اخلاق اسلامی و جهانبینی سازنده تربیت کرد. آنها آموختند که سیاست باید خدمت باشد، نه منفعت. عدالت باید هدف باشد، نه واسطه. این مکتب حتی بعد از ممنوع اعلان شدنش در قلب هزارها نفر زنده مانده است و پیامش و راهش ادامه دارد. حزب نهضت اسلامی با همه درد و دشواری که از سر گذران و میگذراند، یک مکتب مقاومت و صلح باقی ماند. آن ثابت کرد که اسلام نه دین زور و جنگ، بلکه دین متانت، صلح و عدالت است. و این سبق است که امروز بیش از هر وقت به آن نیاز داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. تشکر از برادر عزیزمان از کشور فرانسه. برادران عزیز، من واقعا از خدمت گفتم من یک خاطر رسان میکنم بیزاد این مقامات تاجیکستان، مقامداران رژیم دیکتاتوری بدانند که ما هر نمود مبارزه‌ای که در چارچوب‌های قانونی دنیا وجود شده و مطلوب شده در تاجیکستان با تا امروز مبارزه‌هامون هم برده شده، سیاسی و حقوقی. ولی کشور تاجیکستان باید بداند که من شخصا من بگذار از نام خودم بگم که دیگر ما همه حجت اقفال و همزبانان که برای تاجیکستان تمام کرده. تاجیکستان منتظر نباشد که ما منتظر دیگر قرارهای مثل این سال ما انشاءالله که امید داریم که از این دعوای سودی که ما برادران نهضتی و دادگاهی حرکتی استاده مبینی کنیم ما دیگر ببینیم اگر مقامات تاجیکستان همین روزدوری و همین روز باز بعد چند روز شد خبرها آمدن 3-4 روز و متاسفانه یک نفرم از برادران در زندان از محکمه سیاسی در زندان گذشته است. من به من خبر شدم خب از کلیاتی ختلان قضیه تاجیکستان بداند که ما راه‌های مبارزه زیاد از دیگر کشورها از این راه‌ها استفاده کرده استفادن از مخالفین. ما ان شاءالله که ما میتونیم ما قدرت داریم ان شاءالله که با اون با وسیله‌هایی که امروز نمیتونم لازم شود من همچون فکر شخصی و اگر لازم شود ما با طریق نظامی ان شاءالله با کشور با سر بلند با همون مخالفت که این ضعف و ظلم و این سلام میگن خاتمه دارد یک آخره دارد. ما باز دیگر تکرار میکنم که راه‌های مبارزه زیاد است. ما از همش همه باز دیگر میگم که ما وجود ما را تمام کردیم و همه سازمان‌ها و سازمان ملل متحد دیگر جاها نامه‌ها را فرستادیم. اگر اینها هم به ما کمک نمیکنند و نخواهند کرد و بالاخره این وقتی که ما امید مردم، امید زندانیان، امید مردم اعضایان حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان رو امید فکرتون امیدی آخرش به این عدالت‌های سودی است که خب ان شاءالله امید داریم اگر بشه نشد ما دیگر میتونیم چه کارا را انجام بدیم و چه طریقه با مثل دیگر سازمان دیگر مخالفین مبارزه کشورها امثال روسیه دیگر قانون رو پیروی خواهیم کرد. زنده باشید. حالا سخنران جمع مهمانان عزیز ارجمند ما چند نفر بعدا از کشوری
افغانستان، برادران تاجیک زبان ما، برادران زبان خامون ما با رأسی برادرمون حاجی آقای جنالیست که تشریف آوردن، رویا شما خوبه، خوش آمدید نمیگم. خب دیگه به قول استاد خلیلای خلیل، باز دوستان امشب کشور به یاد آمد مرا، باز دوستان امشب کشور به یاد آمد مرا، سوختم آن خاک جان پرور به یاد آمد مرا. از کجا می آیی ای باران که از هر قطره کابل و اشکی زن دختر به یاد آمد مرا. از کجا می آیی ای باران که از هر قطره گلاب و اشکی زن و مادر به یاد آمد مرا. شما دید حالا من سخن را به دوست و برادری عزیز حاجی جان‌آقا جلالی رئیس شورای سرتاسری پروانیان میدم. انشاءالله که در 4-5 دقیقه امیدواریم که آقای جلالی سخن شدن. نه انشاءالله که خب آقا فرمایید دیگر مجلس باشه. خب میمان نوازی بکنید شانس. من تو هم دل هم آوازه، من تو هم دل هم آوازه، ز آن که همسایه همرازه. دل ما باشد آشنای تو، خانه ما باشد چون خانه تو. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، همزبانان عزیز و تاجکان سرفراز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاجکانه باید تحسین کرد آنچه را که امروز اینجا میبینم. حسن بر شما. امروز در این محفل باشکوه که عطر بوی همزبانی و همدلی از آن بشام میرسد. فرصت محترم دست داده تا در کنار شما بزرگواران پیرامون مفاهیم بالای چون مبارزه، شهادت، اجرت و در کنار آن ایستادگی، پایمردی و شهامت را اضافه کنم و سخن و میان آورم مفاهیمی که ریشه در تاریخ پرفراز و نشیب ما دارد و همواره چراغ راه ملت ما و در گذرگاه های دشوار بوده است. ملت سرفراز تاجک در طول تاریخ پر افتخار خود همواره در صف مقدم مبارزه برای حفظ هویت، استقلال و ارزش‌های بالای انسانی ایستاده است. از سپیدتم تاریخ تا به امروز این سرزمین گواه جانفشانی‌ها و خودگذشتگی‌های بیشمار بوده است. مردان و زنان دلیری که در راه آرمان‌های خود از هستی خویش گذشته‌اند و با خون پاکشان نهال آزادی و عزت را آبیاری نموده‌اند. شهادت اوج ایثار و فداکاری است. شهیدان ستارگان درخشانی هستند که با نور ایمان و عشق به وطن تاریکی های جهل و ستم را می شکافد و راه را برای آیندگان روشن می سازد. آنان با نثار جان شیرین خود درس جاودانگی و سربلندی را به ما آموخته‌اند و ثابت کردند که جان در راه عقیده و وطن گوهربار و ارزشمند است که به آسانی نمیتوان از آن چشم پوشید.
هجرت در قاموس مبارزه تنها کوچیدن از یک مکان به مکان دیگری نیست، بلکه هجرتی هست از صف به سوی قوت و از تسلیم به سوی مقاومت و از سکون به سوی حرکت مهاجران. با ترک دیار و تحمل سختی های غربت عزم راسخ خود را برای ادامه مبارزه و حفظ ارزش ها به ثبات می رسانند. آنان بذرهای امید را در هر کجا که باشند می کارند و با تلاش و پشتکار خود برای فردای بهتر را پیریزی می کنند. اما مبارزه بدون استادگی، پایمردی، شجاعت و سرانجام مطلوب نخواهد رسید. استادگی همچون کوههای استوار در برابر طوفان‌های حوادث قامت راست کرده است. پایمردی، استواری در راه حق و عدم سستی در برابر مشکلات است و شجاعت نیرویی هست که ما را در لحظات دشوار به پیش می‌راند و از مواجهه با چالش ها هراس به دل راه نمی‌دهد. ملت تاجک با تکیه بر همین صفات بالا همواره در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستاده و با شجاعت و پایمردی از حقوق و ارزش‌های خود دفاع کرده است. تاریخ گواه است هرگاه این ملت با اتحاد و همدلی گام برداشته است، توانسته است بر تمام مشکلات فائق آید و سربلندی را نصیب خود سازد. ملت تاجک با تکیه بر همین صفات بالا همواره در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستاده و با شجاعت و پایمردی از حقوق و ارزش‌های خود دفاع کرده است. تاریخ گواه است هرگاه این ملت با اتحاد و همدلی گام برداشته است، توانسته است بر تمام مشکلات فائق آید و سربلندی را نصیب خود سازد. ما سرداران آزادی را فدای خاک، زبان، قوم ما کردیم. شما می‌دانید که رهبران بزرگ ای همانند پروفسور استاد برهان الدین ربانی، شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و صدها قماندان و هزارها عساکر نظامی در این را فدا شده‌اند. من به عنوان یکی از آنها هستم، از جمع آنانی که شما را همانند ما می‌دانند و درک می‌کردند. تاجیکستان عزیز در قلب تاجیک های این سوی آمو و آن سوی آمو قرار دارید. شما پاره تنمان هستید. تاجیکان عزیز، فارسی زبانان افغانستان برادران شما هستند. امروز در این جمع صمیمی بار دیگر یاد و خاطره تمام شهیدای راه آزادی و عزت را گرامی می‌داریم و بر روح بلندشان درود می‌فرستیم. همچنین از تمام کسانی که در راه مبارزه و حفظ هویت این سرزمین رنج هجرت را تحمل کرده اند قدردانی می‌کنم. بیایید با الهام از شهادت و پایمردی پیشینیان خود در راه سربلندی
و آبادانی کشورهایمان متحد و همصدا گام برداریم. بیایید با ایستادگی در برابر هر گونه ناملایمت ها با پایمردی در راه هدف و با شجاعت در گفتار و عمل آینده روشن و پرافتخار را برای نسل‌های آینده رقم بزنیم. زنده باد ملت سربلند تاجیک در دو سوی آمو. تشکر میکنم از مهمان عزیز محترم از کشور افغانستان جناب آقای حاجی جان آقا جلالی، رئیس شورای سرتاسری پروانیان. بخشید واقعا هم سخنهای خوب بود. روح فرزند سیوم ما از تپه شیریان زنده باشید. روح شهدا یاد باد. شهیدان لاله های لاله‌زارند، پرستوی مهاجر در بهارند. خدا میگوید اعوذ بالله ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله اموات. مردم شما مرده حساب نکنید کسانی را که کشته شدند در راه خدا، اونا زنده‌اند و از جانب خدای خویش رزق می‌آورند و مهمان خدا. استاد خلیلی میگوید در وقت در دعا میکند در روضه مبارک مطهر حضرت محمد علیه السلام، وقتی شما رو میبینیم الهام میاد و استاد خلیلی هم خدا رحمت کند دعا میکند ای نور خدا صبح کرم مطلع انوار. ای نور خدا صبح کرم مطلع انوار، در کشور ما خیمه فرو هشته شبی تار. یک روزن امید در آن نیست پدیدار، یک روزن امید در آن نیست پدیدار. هم قافله گم گشته و هم قافله سالار. ای مهدی کرم ای کی کریم ابن کریمی، خطاب پیامبر میکند ای مهدی کرم ای کی کریم ابن کریمی، تو مغفرت کعبه و هم رکن حتیمی. مغفرت باعث افتخار، تو مغفرت کعبه و هم رکن حتیمی. تو نازش این کاخ دلاویز قدیمی، قندیل خدا بر زبر عرش عظیمی. بگذار قدم بر سر ما نیست یک بار سر ما نظر کن، یک بار و با هم لطف و مرحمت کن، نگاه کن مردم ما در چی جا. از ما به جهان ملتی بیچاره تر نیست، از ما به جهان ملتی بیچاره تر نیست. مظلوم تر از ملت تاجیک دیگری نیست. صد شهر به خون تر شده کس را خبری نیست. سوگند بنامد که شما در بدر نیست. تشکر میکنم به افتخار برادران. حالا سخن به برادر عزیز ارجمند ما در ما مهمان از کشور لیتوانی بابا جان قیمزاد. خب موضوع شما از اسلام سنتی تا نواندیشی دینی مثلا که دو عزیز ما بابا جان خب یه شخصی دیروز مدیر اصلا انشاءالله سخنرانیش در مدت 8 دقیقه انشاءالله در 8 دقیقه انشاءالله یا نماینده لیتوا چی میگن یا نماینده لیتوا انشاءالله که امید داریم تمام میکنم. سخنرانیشون بعداً برادر عزیز ما شوکت محمد رو بعدیم با نام خداوند بخشنده مهربان، حمد و ستایش خداوند یکتا را و درود به پایان بر آخرین فرستاده او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پیش از همه تشکر برای همه برگزار کنندگان به خاطر این محفل بسیار مهم و خیلی هم معنوی و پرنور و پربار. خب راستی من یک موضوعی کمتر شاید از به اصطلاح از این محفل یکم دیگرگونتر باشد، یکم موضوع من بیشتر من اطراف گفتمان‌های تحول‌خواهانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اسلام سنتی تا نواندیشی دینی در همین موضوع من میخواستم صحبت کنم و برای این فکر کردم، راستی چند بار کار کردم. باز بچه‌ها وقتی که گفتن تغییر دادم یک کم بعضی جاش، ولی امیدوارم که این موضوع میتواند یک کمکی باشد برای فعالیت‌های بعدی ما در هجرت و در حزب و در همه جا. خب تحول فکری و ایدئولوژی در میان جریان اسلامگرا و ویژه در آسیای مرکزی همواره
مورد توجه پژوهشگران علوم سیاسی، مطالعات اسلامی و جامعه شناسی قرار گرفته است. بخشش که دیگه نمی‌شود مگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان تنها حزب اسلامی رسمی در منطقه در این پژوهش‌ها جایگاهی ویژه پیدا کرده است. منطقه آسیای میانه به خاطر بافت اجتماعی، تحولات سیاسی و ایدئولوژی و موقع حساس ژئوپلیتیکیش همیشه در مرکز توجه پژوهشگران و دایره‌های تحلیلی منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و تا حال هست. پژوهشگرانی مانند الیور روی، ادیب خالد، ظهور اسلام سیاسی در آسیای مرکزی و خصوص حرکت‌های اسلامی و مخصوصا نهضت اسلامی تاجیکستان را در بستر گذار از ایدئولوژی شوروی جستجو کردند و فکر آنها معتقدند که در نبود نهادهای دینی قوی در وقت در زمان شوروی، وقتی که نهادهای قوی دینی مثل مفتیات و نمیدونم مسجدها و اینها نبود، حرکت‌های اسلامی توانستند که با گفتمان عدالت، هویت ملی، فرهنگ دینی جایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند. اما در این میان شخصان مانند هلن تیبولت، این یک نویسنده است که در کتاب ترانسفورم تاجیکستان نوشته است و از جمله در این کتابش درباره در شهر خوجند در نهضت با مردم چقدر صحبت کرده است و خاطرات مثبت و بعضا منفی از نهضت در خوجند در این کتاب آورده است و در مصاحبه‌های دیگرش هم دیدم که در این باره خیلی صحبت کرده است. این میگه که همین تحولاتی که در بگم که روندی پیدایش همین چطور از نقطه دیگر دیده است در روندی سکولاریزه شدن حکومت و فشار و جریان‌های دینی از این روند و قضیه حرکت اسلامی در آسیای میانه نگاه کرده است. یک قسمی تحولات فکری در نهضت اسلامی محض در همین دوران و زیر تاثیر فشارهای داخلی و بین‌المللی صورت گرفته هستند که همین نویسنده در کتاب خودش بسیار تاکید کرده است که فشارهای حکومت تاجیکستان باعث شد که نهضت اسلامی تاجیکستان از بعضی از گفتمان‌هاش را تغییر بده. برخی محققان تاجیک سیر تدریجی نرم شدن گفتمان نهضت را استراتژی تطبیقی برای بقا تفسیر کردند. یعنی بعضی از این دانشمندان میگن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتمان‌های خودش همون خطاب خودش در جامعه به خاطر آن تغییر داد که در خودش حفظ کنه، به خاطر بقای خودش مجبور بود که همین چیزاش حفظ کنه. اما یک عده دیگر بر این باور هستند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاهانه بگیم که گفتمان خودش رو تغییر داد و از بعض مفهوم‌ها با مفهوم‌های دیگر گذاشت. ولی بر گفته این محققان، اکثر این محققان بر این نظر هستند که ولی موقع خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این باره تا حال ناروشن باقی مانده است و امیدوارم که بعداً حداقل این سخنرانی بتواند که یک چیزی پیدا شود در آینده حزب در این باره فکر کند و موقع رسمی شود و یک شکل اعلام شود. البته گفتنی است که در این باره درباره گفتمان‌های حزب شاید بتوان از خلال سخنرانی‌های رهبران حزب و بیانیه‌های آن بعضی چیزها را پیدا کرد، ولی محققان و این اکتفا نمی‌کنند و می‌خواهند که در این زمینه یک چیزی روشن‌تر از حزب به هر حال مهمتر این چیزها دارند. خب تحول گفتمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوره‌های مختلف صورت گرفته است. از جمله ما دوره اول این تحول را می‌توانیم در چی بگیم؟ از سال 1973 تا سال 1989 گفتمان اسلامگرایی سنتی است. یعنی در نخستین مرحله از فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتمان مسلط آن در چارچوب اسلامگرایی سنتی قابل بررسی است. این گفتمان عمدتاً تحت تاثیر آموزه‌های کلاسیکی فقهی، جنبش‌های اسلامی قدیم اسلام و تجربه سرکوب‌های دینی در زمان شوروی صورت گرفته است. در این مرحله نهضت اسلامی بیشتر از آن که یک حزب سیاسی باشد، یک حرکت دینی و یک حرکت
مبارزه با ضد خرافات داشت و همچنین گسترش اسلام بیشتر چیز می‌کرد و مشغول تعلیم تربیت بود. و مفهوم‌های کلیدی در این دوران در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اینها بودند: شریعت به عنوان نظام جایگزین که این از ابتدا در سال 1973 و در ابتدا نبود، ولی در سالهای 80 علیه این شریعت همچنین یک نظام جایگزین برای دولتداری، برای اداره امور از طرف نهضت اسلامی تاجیکستان مطرح شده است. مفهوم دیگری که در این دوران مطرح شده است وحدت امت اسلامی است که ما شاهد آن هستیم که و همه می‌دانیم که وحدت امت اسلامی یکی از اصل‌های مطرح در این دوران در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا ما می‌بینیم که در همین دوران در حلقه‌های درسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کتاب معالم مفتی طریق، تفسیر فی الظلال، مبادی الاسلام مودودی، اینها از سید خود و از مودودی و از دیگر نویسندگان اسلامی در این حلقه‌های نهضت اسلامی تاجیکستان تدریس میشد و این بیانگری آن بود که بیشتر یکی از موضوعهای مطرح در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان این وحدت امت اسلامی بود. مفهوم دیگری که در این دوران در نهضت اسلامی تاجیکستان بسیار گسترده بود و مطرح میشد این مفهوم جهاد در مفهوم آرمانی و غیر نظامی آن بود. یعنی در این دوران در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان جهاد مطرح شد ولی نه در عنوان جهاد نظامی. و من چگونه من یک چیزایی وقتی که در همین باره وقتی مطالعه میکردم یک چیزایی در ذهنم آمد. وقتی ما خورد بودیم، خداوند رحمت کند، نعمت‌الله شهید در کلاه بود با بعضی از دوستان دیگر میرفتن یک جا صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، بعد میومد میگفت جهاد کردیم، بسیار جهاد کردیم، فلانی جهاد کرد، ما امروز جهاد کردیم. یعنی جهاد منظورش همون سخنرانی بود. بله جهاد کردیم، بله همین منظورش از جهاد انا همون سخنرانی، انا همون دعوت، انا همون تبلیغ بود. و یا اینکه مبارزه بر ضد خرافات یا اینکه خرافات چیزی که در اون دوران خواستی همین مرحله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در این دوره جهاد بیشتر جنبه غیر نظامی داشت. خب تا سال 89 به همین طرز گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان شکل گرفت. اما از سال 1990 تا 1997 گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان یک گفتمان انقلابی و جهادی شد. و این مرحله جهاد از اون مفهومی غیر نظامی خودش فراتر رفت. در ابتدا جهاد در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک مفهوم دفاعی مطرح میشه برای دفاع از هستی، هویت و همون وجود خود و برای دفاع از خانواده، جان، مال و به اصطلاح بقای خودش نهضت اسلامی تاجیکستان از جهاد استفاده بود و جهادی مسلحانه و نظامی واردی گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان شد. در مرحله بعدی وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت اول به افغانستان رفت، مرحله بعدی تحول جهادی دفاعی به جهادی تهاجمی بود، یعنی برای آزادی تاجیکستان و برای مبارزه آزاد کردن تاجیکستان و مبارزه برای کسب آزادی و استقلالیت تاجیکستان از دست کمونیسم و دیگر. این همه تحولی بود که در این مرحله به وجود آمد و همچنین مفهوم انقلاب در این مرحله در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان شکل گرفت و نهضت اسلامی تاجیکستان الکی با خوب همه یاد داریم که در میدان شهیدان، میدان آزادی مردم چگونه به همین چیزها با انقلاب و با این چیزها رو می آوردن و درباره اینها صحبت میکردن و هممون شاهدی اون اصحابیگران خیزی محمد اقبال لاهوری در میدان شهیدان هستیم که مردم از آن به اصطلاح انگیزه میگفتن. دوره سوم دوره هست که گفتمان نواندیشی دینی، هماهنگی بین ارزش‌های دینی، ملی و عمومی بشری است. این دوران از سال 1997 تا سال 2010 رو در بر میگیرد. یعنی در این دوران پس از امضای توافقنامه صلح و رضایت ملی در سال 97 نهضت اسلامی وارد مرحله جدیدی شد. این دوران
با مشارکت سیاسی رسمی حزب در ساختار دولت از جمله تصدی منصب‌های دولتی همراه بود. در این مرحله گفتمان حزب به تدریج تغییر یافت. مفاهیم پیشین همچون جهاد و حکومت اسلامی کم رنگ تر شدند، جای خود را به عدالت اجتماعی، جامعه اسلامی، اصلاحات مدنی و کرامت انسانی دادند. واژه‌های چون دموکراسی اسلامی، مردم سالاری همراه با ارزش‌های ملی و دینی وارد ادبیات حزب شدند. اگر در این باره منبع لازم باشد، سخنرانی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انجمن پیش از انتخاباتی سال 2010 میتواند که نمونه خوب باشد. در گفتمان حزب مفهوم امت جایش را با مفهوم ملت در شکل مثبت آن عوض کرد. ملت‌سازی جزئی اصلی برنامه‌های نهضت قرار گرفت. جواب زیرا که ما همه می‌دانیم ملت جای امت رو گرفتن به معنای منفی آن نداریم. یعنی که ما باید در این مرحله در روند ملت‌سازی و دولت‌سازی شرکت می‌کرد نهضت اسلامی تاجیکستان و به همین خاطر در این روند وارد شد و مفهوم ملت به معنای مثبتش جای مفهوم امت رو در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان در این دوران گرفت. این به معنای آن نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان مفهوم امت رو حذف کرده باشد از ادبیات یا چیزی دیگر. این تنها به این معناست که گفتمان ملت در مفهوم ملت در گفتمان نهضت اسلامی تاجیکستان جایگاهی بالاتری پیدا کرد و اون بیشتر مطرح شد به معنای مثبتش تا مفهوم امت. خب در همین دوره در همه این سه دوره نقش رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کلیدی بود. تحول گفتمان‌های حزب را تا حدود زیاد مرتبط با تحول اندیشه رهبرانش باید دانست. خیلی که ما می‌بینیم که استاد سید عبدالله نوری در ابتدا همچون یک رهبر یک حزبی سازمان جوانان مسلمان تنها هدفش برای مبارزه برای خرافات ستیزی و این چیزا بود، بگیم تعلیم و تربیت اینا بود. ولی با مرور زمان وقتی که تحولات فکری در او وجود آمد، اون تحولات فکری و چی در استاد همت‌زاده و چی در استاد نوری وارد بدنه حزب شد و آهسته آهسته این تحولات صورت گرفت. به خصوص پس از امضای سازشنامه صلح استاد نوری به رمز وحدت و همزیستی در جامعه تبدیل یافت و استاد همت‌زاده از نگاه نظریوی و فکری موضوعهای دموکراسی اسلامی، قانون محوری و نواندیشی دینی را وارد گفتمان حزب کرد. در واقع این دو نفر به طور عجیب همدیگر را تکمیل میکردند. استاد همت‌زاده از نگاه نظری اندیشه‌های را مطرح میکرد و استاد نوری با نفوذ کاریزماتیکی که داشت آن را در بدنه حزب عملاً وارد مینمود. بعدی در گذشت استاد نوری و رهبری استاد محیدین کبیری این روند مثل گذشته پیگیری شد. جنبه‌های انسانگرایانه و ارزش محوری در داخل حزب تقویت یافت. همکاری با جامعه شهروندی، ژورنالیستان، سیاستمداران، پژوهشگران به طور وسیع راه اندازی کرده شد. میراث و اندیشه استاد نوری و استاد همت‌زاده در میان همه نسل‌ها و قشرهای جامعه جاری شد و محدود به قشر دینی باقی نماند. یک واقعیتی که این رو باید خوب بررسی کنند. من واقعا میگم که من در این باره مطالعه کردم، یک کمی دیدم که ما نهضت اسلامی تاجیکستان و اندیشه‌های رهبریش و چی سیر تحول فکری نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی غریب مانده است و روی آن کار نشده است. خب وجهه بین‌المللی حزب در همین زمان بهبود یافت و نهضت همچون یک نیروی صلح‌آفر و ملت ساز در جامعه معرفی گردید. دوره چهارم رو من همچون نامگذاری کردم به دوره بازگشت به گفتمان ایدئولوژیک و تقابل با قدرت که این دوره از سال 2010 تا 2015 من مشخص کردم، ولی فکر میکنم از این هم بیشتر در بر میگیرد. خب باز انشاءالله که برادرها اگر چیز باشد تکمیل میکنن. سال 2010 و بعد با محدودیت‌های فزاینده دولت تاجیکستان علیه فعالیت‌های دینی و مذهبی حزب نهضت اسلامی در موضع دفاعی قرار گرفت. این فشارها باعث شد که
گفتمان حزب دوباره به سمت هویتی تر شدن و بازخوانی مفاهیم مقاومت و فداکاری اسلامی، مقاومت، ایثار و دیگر مفهوم ها میل پیدا کنند. ما در یاد داریم که در سال 2010 الکی ما در حزب بیشتر می‌دیدیم که برادران ما، نامه‌های ما می آمدن درباره استواری، ایثار، گذشت از فداکاری و اینها صحبت می‌کردند و این مرحله برگشت و انا همون بگیم که تقابل با حکومت، مرحله ایدئولوژیک شدن و همین در این مرحله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواست از تجربه برخی حزب و حرکت‌ها برای متقاعد کردن اعضا و جانشینانش در زمینه دموکراسی اسلامی و همزیستی اسلام با سکولاریسم استفاده کنند و همین خاطر در انجمن خود نمایندگان را از اخوان المسلمین، حزب پس از مالزیا و جنبش‌های اسلامی اسلامگرای منطقه دعوت نمود که باعث تردید از دایره‌ها در میانروی آن گردید. یعنی دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را می‌گفتن که این حزب یک حزب بگیم که داخلی نیست، با مربوط به حرکت‌های دیگر است و با اونها ربط می‌دادند و یک کم در دایره‌های غیر بیرونی یعنی و آن دیگر خیلی می‌گن. واژه‌های صبر، استقامت، استواری، ثبات و غیره در این مرحله وارد گفتمان حزب شدند. در واقع اکثریت اعضای حزب که خود را فریب خورده می‌دیدند، یعنی حکومت اونها را فریب کرده بود بعد از صلح، از نگاه روانی و اعتقادی در وضعیتی ناگوار قرار گرفتند. برای آرام ساختن آنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر به اسلامگرایی کلاسیکی رو آورد. اما پژوهشگران بین‌المللی این برگشت را یک نوع زمینه برای برگشت به دوران جهاد و مبارزه مسلحانه تعبیر کردند و فکر می‌کردند که نهضت اسلامی تاجیکستان باز هم می‌خواهد به همون مرحله جهاد و مبارزه‌اش برگردد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حساسیت وضعیت را خوب درک می‌کرد، به همین خاطر تلاش کرد و همه فشارهای حکومت از راه قانونی جواب دهد. دوره آخر است و این دوره خیلی از همه مهم، دوره هجرت و فضای نوی تجدید هویت و گفتمان است. این شاید که همه چیزی ما در همین خلاصش برای همین مهم است. خواهش می‌کنم بگویشون اکو وقتی مهاجرت تنها جابجاشوی فیزیکی نیست، بلکه فضایی برای بازسازی هویت سیاسی و فکری میباشد. هجرت برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از سال 2015 چند مفهوم اساسی گفتمانی به وجود آورد که هر کدام نیاز به بررسی عمیق دارند. گفتمان مظلومیت، حقوق بشر، عدالت. یعنی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت این مفهوم‌ها و برای حزب و اعضای آن از جایگاه بالایی برخوردارند. از اولین روزهای هجرت نهضت در برابر بازسازی خود و فکر همکاری با نهادهای حقوقی بشری و سازمان‌های دیگری بین‌المللی افتاد. مظلومیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر گوش همه سازمان‌های بین‌المللی از پایین تا بالا رسانده شد. یعنی مظلومیت در اینجا به معنای این است که انا همون حقانیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این که ناعادلانه حزب بسته شده است و جامعه جهانی و دیگر سازمان‌ها رسانیده شود. از جمله با تلاش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ینور سال 2016 وکیلان ترک و همراه یک وکیل روس به تاجیکستان فرستاده شدند برای حمایت از زندانیان سیاسی. این فعالیت‌های نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت از اینجا آغاز شد. چندین تظاهرات و گردهمایی در نزد سفارت‌های تاجیکستان در کشورهای دیگر راه اندازی شدند. با تلاش نهضت اسلامی تاجیکستان برخی سازمان‌های دیگر پرونده زندانیان سیاسی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل فرستاده شد. خب چندین چیزهای دیگر صورت گرفت که با آخرین اونم ما دیدیم که همین رفتنی پرونده حکومت و پرونده همون مقامات حکومتی و دادگاه بین‌المللی گرد بود. خب یک نکته همینجا بسیار مهم است برادران. بسیاری ها میگن که این برای مثلا فایده این چیست؟ فایده همین حکم چیست؟ برادر عزیز، مبارزه با یک دیکتاتوری غیر مشروع و از طرف یک سازمان بین‌المللی محکوم شده آسان تر است یا مبارزه با یک دیکتاتوری مشروع و اونی که در همه جا رفت آمد کرده میتوند، آزادانه دستگیردار کرده میتوند. باور کنید این
و مبارزه های بعدی هر گروه با هر راهی بخواهد مبارزه برد مشروعیت میبخشد و این یک کار قدمی اول و خیلی مهم است که نباید آن را نادیده بگیریم. خب مسئله دیگری که میخواستم در این پروژهشون در توی سر میستوده دیگر که من بس نقطه مهم و قابل توجه آن است که در تمام این دوره ها و تحول های گفتمانی هویت دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حفظ شده است. نباید این را نادیده بگیریم. حتی در همه مرحله ها معیار اصلی یعنی و همون هویت اصلی حزب حفظ شده است و تنها قرائت ها و گفتمان ها فرق کرده است. مثلا اگر ما میگیم که مفهوم امت جای خودش به مفهوم ملت داد، این هم در چارچوبه مفاهیم دینی و همون هویت دینی بود و هیچ وقت هویت دینی حزب کمرنگ نشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود تجربه بیش از 50 ساله در یک حالت دشوار قرار دارد. از یک طرف توقع مردم و اعضا و جانبدارانش به آن فشار می‌آورند، از طرف دیگر زیر ذره‌بین کشورهای میزبان و سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد. دستش از منطقه کوتاه است و امکانات‌هایش نیز محدود. با وجود همه این، مرحله بعدی فعالیت حزب بستگی و این دارد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چه گفتمانی را انتخاب خواهد کرد و در میان عنعنه و اصلاح، اسلامگرایی، دموکراسی، حقوق بشر و ارزش‌های انسانی چگونه توازن و هماهنگی را به وجود خواهد آورد. آینده حزب به آن بستگی دارد که تا کجا میتواند این اختلاف‌ها را با راهی نظریوی حل کند و با حفظ مشروعیتش در اروپا و عرصه بین‌المللی به یک نیروی فعال سیاسی در فضای منطقه تبدیل یابد. در روزگار فروپاشی جهانی ارزش‌ها و برتری یافتن هوش مصنوعی بر هوش انسان‌ها، سرشاخ شدن غول‌های جهانی به خاطر حرص و طمع و گسترش جبهه دیکتاتورها، آیا باز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند فرق را سقف بشکافد و طرح نو دراندازد؟ و انا همین مرحله و انا همین گفتمان سازی و خودش دوباره مطابق کردن با شرایط جدید است. سلامت باشید. تشکر میکنم از برادری عزیز و مجاهد ما و سخنگوی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان. خب برای چی من مجاهد گفتم؟ چون که بابا جان 18-19 ساله بود، مجاهد بود در کشور افغانستان. در بدترین مبارزه بابا جان به سر بلند به کشور برگشت در 4-5 سال. ولی بابا جان فکر نمیکنه که او راه خوب بود یا روی که ما 10 ساله به این نتیجه میرسیم. و قول علامه حذر از اصل نو اصل فساد است، علاجش مسلمانی را اتحاد است، به نیرنگ سیاسی حل نگردد، کلید راه پیروزی جهاد است. انشاءالله که تا بابا جان امثال بابا جان انشاءالله که تا پیش ندرایم، چون که بابا جان مجاهدی بود تبلیغ ازد بعضی‌ها چقدر میگن بابا جان سیکولار انشاءالله که نیست، مسلم از دین نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بود خانه شد. چون امخیلیزا که مجاهد جوان انشاءالله که امید دارم که بابا جان امثال اینا مورم با سری بلند با کشور به هر روی کشور ببرم. خب حالا ما همون برنامه‌ای که داریم سخن به برادر عزیزمون شوکت محمد، نماینده نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی در کشور اتریش، خب مبارزه و مسئولیت نام موضوعشون، چون که شوکت جان در مدتی کوتاه معین شده سخنشون خاتمه میدن. بفرمایید شوکت. تشکر زیاد استاد گرامی. انشاءالله کوشش بکنیم که وقتی جدا شده و ما رو بعد تقسیم کنیم و در نسبتش فهم کنیم. چون وقتی که با بزرگان اینقدر شما سختگیری کردید، شاید ما از دقیقه ها بذاریم حالا ما چی میشته باشم. برای این حتما کوشش میکنیم که در وقت داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. استادان، برادر و خواهران گرامی،
من امروز هرچند هیجان زده هستم، نه تحت تاثیر احساسات بلکه با باور و ایمان به پیروزی حقیقت و درک مسئولیت رو بروی شما آوردم و در مقابل شما ایستادم. حالا چنانه که اعلان شد، موضوع سخنرانی من درباره مبارزه است. هرچند نمیتوانم به تمام وجود و تمام پشت و پهلوهای مبارزه را در اینجا ذکر کنم و در یک مدت کوتاه کوشش کردم که سخنرانی هم اخچام باشد. کوشش میکنم که چند از درد دل خود را اینجا ذکر کرده باشم، نه تحلیل نه تفسیر، فقط اینجا من درد دل خود را ذکر میکنم. مبارزه‌ای که دیگر هر فرد تاجیکستانی در بدن نم می‌دارد، برایش یک امر مهم، واجب و امر است زمانساز. ما امروز در مقابل یک نظام خودکامه، یک ساختار ظالم که تمام راه‌های نفسکشی، آزادی و عدالت را بسته است قرار داریم. رژیم فعلی در تاجیکستان نه دولت بلکه یک خونته خودخواه و تروریست است که حاکمیت را می‌خواهد اولادی کند، ثروت ملت مال میراثی به اولادش باشد و ملت غلامی حلقه باشش. برای همین از این منبر با تمام مسئولیت میگویم که مبارزه علیه دیکتاتوری امام علی الرحمن مبارزه برای نجات ملت است. ما علیه شخص مبارزه نمیبریم، بلکه ضد یک نظام ظالم و غیر انسانی برخاسته‌ایم. نظامی که مردم را در ترس نگاه می‌دارد، آزاداندیشان را زندانی می‌کند، زبان را می‌بندد، دین و فرهنگ را تحقیر می‌کند و وطن را به یک بازار شخصی تبدیل داده است. امروز مبارزه کردن با وطنداری هم معنا شده است. یعنی وطندار باید خاموش نباشد. خاموش ماندن همدستی به واسطه برای ظالم دانسته می شود. مبارزه ما باید مبارزه با شرف، با احترام و روشن باشد، شفاف باشد. ما نفرت نمی پراکنیم، ما به ملت بیداری می آریم. بیداری یعنی چی؟ همان بیداری که دیگر به یگان حاکم، به یگان دیکتاتور دیگر ملت حق نمی دهد، این گونه بالای سر ملت تحقیر بیاورد و ظلم کند. ما حتما کوشش میکنیم که این بیداری را ملت به دست بیارد. ما دعوت به خشونت نمی کنیم، ما دعوت به شعور و تحول میکنیم. ما اسیانگر نیستیم، ما عدالت طلبیم و این فرقی است بین یک ظالم و یک مبارزی راه آزادی. هر سخنی، هر مقاله، هر برآمده، هر مراجعتی که ما میکنیم باید مردم را بیدار کند. ما حق داریم که مردم را بفهمانیم. میدونیم که آزادی به آسانی به دست نمی آید، ولی بی مبارزه هرگز به دست نخواهد آمد. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک که خودشان میگویند افضل ترین جهاد سخن حق در نزد حاکم ظالم است. این حدیث پیامبر گرامی هم سیاست است و هم رسالت هر یک مبارز. ما همچون نفری که طول چندین سال با سیاست سر کار داشتیم و خودی بنده عمری نیمی زیاد از عمرم در همین سیاست گذشت و در نهادهای گوناگونی سیاسی چند از فعالیت‌های
میانه را به دوش گرفته مسئولیت بردم، به این نظرم که دیکتاتورها بدون فشار داخلی و بین المللی شکسته نمیشوند. باید بالای آنها فشار آورد، باید علیه آنها مبارزه بود. بدون مبارزه بودن، تماشابین بودن، پنهان شدن، اینها به ما هیچ نفع نمی آورد. فقط همین سوال در ما باقی میماند، به یکدیگر بگوییم که کی برمیگردیم. یک نظام افطریتری و یگان دیکتاتور به اختیار خود خودش را نمی سپارد. تاریخ این را صدها بار ثابت کرده است و ما باید کوشش کنیم مبارزه بریم و او را دستگیرش کنیم. او نمی باید دو دستش را بردارد باید که ملت من به شما دستگیرم. ملت را باید دستگیر کند. از نیلسون ماندیلا تا هاول، از سلوادور آلنده تا مهاتما گاندی و حتی امروز در سراسر دنیا مبارزه شرط نجات خلق‌های مظلوم است. ما باید همکاری فعال با سازمان‌های بین المللی، کشورهای دموکراتی و رسانه‌های آزاد داشته باشیم. یک لحظه خاموشی بر ظلم را به خود ننگ دانیم. دانسته باشیم ظلم با خاموشی از بین نمی رود، بلکه خاموشی بر ظالم جسارتی بیشتری ظلم کردن می دهد. ملت وقتی که از ظلم دیدن شرم ندارد و ننگش نآید و به ظلم دیدن عادت می کند، آن ملت آهسته آهسته از باطن می میرد و ملت زنده هرگز به یک فرد برای دیکتاتور شدنش جسارت نمی دهد، حق نمی دهد. این حق را که دادیم از خاموشی ما بهره برده است. خلاصه ما امروز برای فرزندان خود مبارزه میبریم. اگر برای خودمان نشد، بسیاری ها میخواهند که همین رفتن امام علی رحمان را خودشان ببینند و وقتی فکر میکنند که این چیز ناشده نیست ناامید میشوند. برادران عزیز، ما فرزند داریم، نسل آینده داریم. اگر امروز ما ندیدیم، باید فرزندان ما یک روز آزادی را ببینند. برای همین من میگم که ما امروز برای فرزندان خود مبارزه میبریم، برای آنکه آنها در زیر پای رژیم بزرگ نشوند، مثل ما در زیر ظلم سن سال خود را از دست ندهند، حیات خود را از دست ندهند. ما مبارزه میبریم که تا در آینده نام تاجیکستان با شان و شرف ذکر شود، نه به نام یک دیکتاتور تمام تاریخ ملت، دارایی ملت ثبت شود. پیروزی آسان نیست دوستان عزیز. قربانی میخواهد، صبر میخواهد، اتحاد میخواهد، ولی این راه حق است و خداوند با آنان است که در راه حقند. خداوند در قرآن کریم و عظیم شانش گفته است: این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما راه خدا را، دین خدا را، عدالت را نصرت دادید، عدالت نصرت یافت و در زمین شما عدالت جاری شد، خداوند به شما یاری میکند و قدمهای شما را استوار میگرداند و دیگر هیچ یک دیکتاتوری به شما حکمرانی کردن نمیتواند. و در آیه دیگر میگوید: من جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چیکار میکنیم؟ کجا میرویم؟ چه خیلی شد؟ 10 سال میگردیم، 15 سال میگردیم، با یکدیگر سوال داده میگردیم. الله گفته شده است که سوال یک سومون: من جاهدوا فینا، با کسی من نصرت میدهم که با کسی من راه نجات نشان میدهم، با کسی من راه آزادی، راه غلبه یعنی راه پیروزی را نشان میدهم که در راه من کوشش میکند، در راه من غیرت میکند، در راه من جسارت نشان میدهد. بغیر از من از هیچ بنده نمیترسد، نمیهراسد و تمام قوه قدرتش را برای این راه صرف میکند. من به او لنهدینهم سبلنا با شکل جمع، یعنی با تاکید خداوند گفته ایستاده است که من به او راه را نشان میدهم. کسانی که راه نیافته ایستاده اید، کسانی که در آخری راه روشنی نمیبینید، دانسته باشید که در مبارزه نیستید. سلامت باشید. تشکر میکنیم از
عزیزمان آقای شوکت جان، یک شعر مثنوی به یاد میآید چون حضور شوکت من کمتر برای متوجه شد. برادران دوستان عزیز، ما همه در هر راهیم، در یک راهیم، در هر طریقی که در مبارزه باشه. کسی نیست چه از برادران دیگر سازمان حرکت‌های سیاسی از وجود 24 میدونم دیگر مثنوی در مثنوی حضرت مولانا یک شعر میگه: 4 کسادات مرد یک درم، هر یکی از شهر افتاده به هم، یک گدا بود، یک کمانه داد، یک میگیم که تاجر یک درم داد. خب چون درویش شدیم او همین اگم چی بخره میگه هر یکی از شهر افتاده به هم، فارسی و ترک و رومی و عرب جمله بودن در نزاع و در غضب. فارسی بود است، تاجیک بود است، ترک و عرب و رومی. رومی مردم هم جو داشتن میدونم پولشه موشه بجی گفته خلاصه. بعد میگه پارسی گفت از این چون واره هم یا که این رو به انگور دهیم. گفت این همین تنگه که گرفتیم همین رو من میخوندیم که انگور بخریم. اون یکی عربی گفت این پیر رو من نمیخواهم اینم، اما اون یکی عربی گفت این خال رو من نخواهم، من نمیخواهم. اون یکی ترکی گفت ای کدوم، اون یکی عربی گفت پیر رو من نمیخواهم انگور خواهم، نه من نمیخواهم انگور، اینم خوب میخواهم. خب آقا بیادم جز اینم. اون دیگر ترکی بگفت ای کدوم من نمیخواهم اینم خواهم ازم. اینم همون انگور، ازم هم ازم جزم شم همون انگور. اون که دیگر ترومی بگفت این کل را ترک کن خواهم من استافیل را. گفت که تو بان گپ با من گفت استافیل. استافیلش هم اکثر همون به همین کدو زمان رومی چی است؟ انگور بده. مقصد یک چون که مقصد همه برادران چیز هر جایی که باشن مبارزه یک بر ضد همین ظالم است. خب میگم در تنازع موش با هم میزدم که زیر نام ها غافل بودم. خیستان خربخر همین دیگه اورای یا دیگه زنی دهشکنی. میگه صاحبی سیری عزیزی سرزبان گر بودی آن رو بدادی صلحشان. او برادره که یک انسانی که زبان میدونه عربی اشون تا در جایی که ترکی و عربی رو میدونه خیلی فارسی را هر استفاده شده بالا میکنه دیگه گفت امریکایی خیلی لطفی همین هم انگوره. اون زمان منگوره اینه صاحبی سیری عزیزی سرزبان گر بودی آن رو بدادی صلحشان. او بگفتی که با این یک دیرم جمله آرزوتان رو بخرم. ان شاءالله که همه برادران عزیز ما در کجای باشن ان شاءالله که مقصد همه یک هدف یک راه یک هدف مبارزه وسیله هدف پاک وسیله شروع پاک باشد. ان شاءالله که همه باید بفهمیم که ما این راهمون یک است و جز دیگر به همین راههایی که گفتیم در اینجا بیان کردیم همه راهها با همه برادران و نوبسته ما از غیر نهضت و از غیر پیمان هر کسی در دیگر جای حرکت ها هستن با ما برادر هم انشاءالله که دیگر گاه یک چیز می شود. اختلاف امتی رحمت رو میگن اگر هست که اختلاف هم رحمت گاه خب انشاءالله که خوب می شود. امید داریم هم خوب می شود. سخن به خب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همزمان رئیس پیمان ملی تاجیکستان جناب آقای محیدین کبیری انشاءالله فرمایید. من خطر گرفتم. تمام دنیا و رهبریت یا درها صحبت میتن یا در اولی جلسه ها وقتی که مردم به حال حوصله گوش کردن دارن. فقط در لحظه ما یک سنت است که و رهبریت در آخر صحبت میتن وقتی که همه خستن. ما گفتم نگفتم و شوخی میکنم از کم بیزار گرسنه دیگر هیچ کس تحمل شنیده صحبت نداره. ولی من انشاءالله کوشش میکنم که این 50 ساله در 50 دقیقه نیو حداقل در 40 دقیقه تمام کنم شما هم خزا نشود. انشاءالله که ایشون هم جاش اگیره دیگه خسته نمیشد رفت اومد نمیکنه چون پاهاش در کرد از میفهمد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواهران عزیز امیران گرامی، قبل از همه تشکر به یکی شما که دعوتی مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو پذیرفتید و در این محفل شرکت کرده ایستادید. بخصوص مهمانان خارجی، البته اونها هم خارجی گفته نمیشه، مهمانان از افغانستان این جزئی ما هستن همونطور که ما جزئی از اونها هستیم. ولی این مرزها رو چکار کنیم که از دست که ما بیرون بود برای ما این مرزها رو کشیدن و امروز دیگر ما
مجبوریم که این واقعیت ها را روایت کنیم. من دیگر مهمانا را از گوشه و کنار اروپا خیر مقدم نمیگم، چون این معرکه خودتان است، این شورابینی همان هست. خب ما با مناسبت 50 سال یا بیشتر امروز از فعالیت های نهضت جمع اومدیم و شاید اینجا 10 ساله هجرت هم، این هجرت اخیر هم باباش زم کنیم که این شب روزها تقریبا 10 سال می شود که ما در هجرت قرار داریم و دقیقا همین شب و روز ماه اپریل 2015 به طور آشکار دیگر مشخص شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه بسیار شومی نه تنها سرکوب کردن نهضت بلکه ملت، جامعه شهروندی، احزاب و با تمام رسانه و احزاب و گوناگون اندیشان را دارد. در ماه اپریل البته من 15 شب 16 مارس سفر کرده بودم از تاجیکستان بعد از یک صحبت مقدماتی با وزیر امنیت که خیلی می‌خواستم من سفر نکنم. در آخرین لحظه حتی با تهدیدام که در فرودگاه حبس خواهم شد بالاخره من سفر کردم. اما ماه اپریل 2015 دقیقاً 10 سال پیش حالا عمدن به اشتباهی بود که در سایت خاور باز شدن پرونده جنایی علیه من اعلان شد. بعدا زود اون رو گرفتن برداشتن و تا امروز دیگر در سایت رسمی نیست. شاید درک کردن که این اشتباهی بود، چون زید سعیدوف برگشت، دیگران برگشتن، حبس شدن، اما دیگر با قرار شورا بعد از این سفر دیگر ما برنگشتیم و دیگر دوستانم یکی پس دیگر هجرت کردن. برادران عزیز، من درباره گذشته نهضت اینجا نمیخوام صحبت کنم. خداوند جای استادان را جنت کند و جای تمامی کسانی که در پهلوی استادان بودن شهید شدن، نه تنها از حزب نهضت بلکه از دیگر احزاب، گروه ها، از کسانی که از روشنفکران، یک جریانی بسیار بزرگ ملی شهادت دادیم، مهاجر دادیم، زندانی ها شدن. امروز هم باز این مصیبت ها تا این آخرین لحظه دوام دارد. دیروز وقتی شنیدیم که این برادرانی که اخیراً هموطنانی که سابق وزیر خارجه است، سابق رهبر دولت شاکر جان حکیموف که از آخرین منتقدان یا منقدان حکومت نه تنها زندانیشان کردن، دقیقاً همون مصیبتی که بالای سر نهضت آوردن اونا تکرار شده ایستاده است. مصادره اموال و اموال آنها را مصادره کردن. پس برادران، هموطنان عزیز، کسانی که در این تالار و در سراسر دنیا ما را میشنوید، بدانید که این پرونده علیه نهضت تنها پرونده علیه نهضت نبود، این پرونده علیه ملت بود. و بعضی فکر کردن که اگر نهضت سرکوب شود چون یک حزب دینی هست با ما دنیایی چه ربط دارد؟ ما که در مسائل استراتژی اصولی در پهلوی حکومت هستیم، ما هم دنیایی هستیم. حتی با اون سادگی تاجیکانه تلاش کردن که علیه نهضت موقع بگیرن تا اینکه خودشون رو با حکومت نزدیکتر نشان بدهند و از زیر تیغ حکومت نجات بیابند. ولی بالاخره بعد از آن که نهضت همچون ستون مبارزه ملی از بین رفت، این خیمه به زمین زد. و حالا اگر نهضت قامتش را راست کرد، مطمئن باشد که خیمه مبارزه ملت برپا خواهد بود. باز شاید این حرفای من یک مقدار بلند پروازانه برای بعضی ها صدا بگیرد. شاید برای بعضی ها بگن که از خوب نیست از زبان ما این چیز صدا بگیرد، اما من فکر میکنم وقتی اون رسیده است که ما حقیقت ها را بگیریم. ما دیگر اون خاکساری دروغین که طول سالها از آن پیگیری کردیم و به دیگران اجازه دادیم که جایگاه نهضت، جایگاه مبارزه، جایگاه پیمان، جایگاه تک تکی ما و شما را پایین میبرند، این نتیجهش همین شد که همین روحیه حتی در داخل خودمون تأثیر کرد. کم دیدن مبارزه خودمون، جایگاه خودمون در نهضت، در پیمان، در تمام فعالیت‌های خودمون و بعضی برادران و خواهران ما تأثیر کرده است که در اون موج نهضت ستیزی، پیمان ستیزی و کم کردن مبارزه دارن کم کم شریک میشن.
خب شما با من یک حزبی را در تاریخ 100 سال اخیر مثال بیارید که بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان تلفات داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان شهید داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان مهاجر داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان این همه تهمت و تحقیر را تا امروز مواجه شده باشد و تحمل کرده باشد. خوشبختانه یا بدبختانه پیدا نمیکنیم. نهضت اسلامی تاجیکستان این همه را تحمل کرده است و با این همه روبرو هست و امروز هم خدا را شکر که باز هم استوار و پایبرجا باقی مانده است. اما ما اگر ساعتها درباره خود صحبت کنیم، درباره تاریخی پر از شکوه شهامت خود، برادران خواهران عزیز، این مشکلی ما را در آینده به طور نهایی حل نخواهد کرد. ولی درباره ما می نویسند، میگویند اینجا برادر بابا جان مثال از محققان خارجی ها و دیروز خودش، حالا دیروز یک محقق شویدی به من زنگ زد درباره واقعا میخواهد تاریخ مبارزه نهضت و این تحولات فکری نهضت را پیگیری کند، کارهای علمی بنویسند در اروپا، در جهان نهضت را شناخته است، میشناسد. اما اون گروهی که نهضت را هنوز پورا نشناخته است، برادران این حرف تلخ رو باید قبول کنیم. ما خودمون نهضتی هستیم. ما خودمون رو هنوز نشناختیم و این مسئله باید اصلاح شود. این مسئله با گفتن، با صحبت، با در روبروی همدیگر نشستن، با انتقاد، با حل مشکلات انشاءالله حل خواهد شد. اما وقتی اون رسیده است که بعضی مسائل رو دیگر آشکار بگیم، اما در صحبت داخلی با خودمان به هیچ وجه زینهار، برادران عزیز، خواهران محترم، زینهار بحث‌های داخلی خانوادگیمان را به بیرون نکشانیم. تحت هیچ فشاری، تحت هیچ شرایط و شعاری، دموکراسی، اصلاح طلبی، عدالت پروری، جسارت، شجاعت، ماشاءالله اینا جای خودشان هست. این هیچ ربطی به یک مسئله داخلی خانوادگی، داخلی حزبی، داخلی گروهی ندارد. بیهوده خداوند عظیم‌الشأن در آیه کریمه را یادم رفت، سوره شاید انفال باشد، میگوید که فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع نکنید، منظور از نزاع در بیرون است، در داخل ماشاءالله تا حدی که میتوانید انتقاد و صحبت و گفتگو کنید، اما در بیرون نزاع نکنید. برای چی؟ فتفشلوا، ناکام خواهید شد در نهایت کار. فتذهب ریحکم، اون نکهت و شهامت و بزرگی شما از بین خواهد رفت. این وصیتی هست، این درسی هست که از استادان، از بزرگان، از گذشتگان تا امروز به ما باقی مانده است. فریب آن که خب یک کس بیاد حالا بگوید که ما در ما دموکراسی است. بله، ما در دموکراسی را در عمل نشان میدهیم، اما نه در حرف و در جنجال. من فکر میکنم که یکی از ویژگی‌ها، یکی از صفت‌هایی که نهضت ما را در این 50 سال اخیر، حداقل در این 5-10 سال اخیر کردن و اونم احتمال زیاد نه به خاطر دوست داشتن ما، این یک صفتی را به ما ماندن به نهضت که نهضت یک خرسنگی است در راه مبارزه ملی. من فکر میکنم همین عبارت رو خیلی هاتون شنیده که نهضت تبدیل شده است گویا به یک خرسنگ در راه مبارزه ملی و حتی همین عبارت را نسبت رهبریت نهضت هم استفاده میکنم که فلانی، بیشتر اسم من رو میگیرم، تبدیل شده است به یک خرسنگ حتی در پیشرفت نهضت یا در پیشرفت مبارزه ملی. و ما رو متهم به آن میکنم که ما مبارزه ملی را نهضتی کنانی یا نهضتی کرده ایستادیم، به اصطلاح نهضتیزاسیون مبارزه ملی. آیا واقعا چنین است؟ همین اگر بشینیم تحلیل کنیم، واقعیت ها رو ببینیم. من همین عباره خرسنگ قبول دارم، اگرچه از طرف خودم نیست، درباره ما میگن و اونم با تابیش منفی میگن. اما خرسنگ چی است؟ من قبول میکنم. بله، نهضت اسلامی تاجیکستان یک خرسنگ است، یک کوهپاره است. خب همین خرسنگ از زاویه دیگرش رو ببینیم. یک خرسنگ است، یک کوهپاره است که نه از باد میلرزد، نه از
سخن می‌لرزد، نه از شمال، نه از هیچ تغییریابی باد و هوا و گفتن و رفتن ها. با خرسنگ چی باید کرد؟ خب اگر واقعا باور داره که ما خرسنگیم، یا من شخصا یا نهضت خرسنگ است، با خرسنگ چی کار میکنیم؟ آدمی به عقل اگر بینه که خرسنگ رو که زورش هم نمیرسد از رهبر دارد، از پهلوی اون رد میشود، میگذارد راه خودش رو ادامه میده. مبارزه‌اش رو اگر کسی فکر کنه که واقعا نهضت برای او خرسنگ هست، سری راه او است، از پهلوی نهضت رد شود، راهش رو ادامه بدهد، موفق که شد، هم او موفق هم ما. اما این که بگه که خرسنگ خودش رو از راه بیرون کند، این طبیعت خرسنگ نیست برادران. ولی اگر کسی بخواهد که با خرسنگ سر به سر شود، باور کنید غیر از سری کفیده خودش هیچ چیز به دست نمیارد. این طبیعت خرسنگ را سری آدم خودش به کفت تمام دیده. خرسنگ یک ویژگی دارد. بیاید اگر واقعا استفاده درست از خرسنگ شود چی است؟ بالای کتفای خرسنگ، بالای اون خرسنگ بالا شود، از درشتی و سختی و مستحکمی آن استفاده بریم تا اینکه مبارزه ملی به بالاتر برود، پیشتر برود. زیر خرسنگ رو کافتن یک نتیجه میگیرد. خدای نکرده زیر اون وزن و بار خرسنگ هم آدم میتواند ماند. کافتن زیر خرسنگ هیچ معنی ندارد. بیاید در پهلوی خرسنگ باشد، همراهی خرسنگ باشد، بالای شانه های خرسنگ بیستید تا اینکه با بالا حرکت کنید. البته ما در تاریخ نهضت داریم تجربه هایی هم که همچون خرسنگ ایستادیم، خیلی ها رو بالای دوشمان گرفتیم، کمک ها کردیم، سازمان ها، تشکیلات ها، بخش ها در همه سمت ها، یک قسمشان این فرهنگی نمک شناسی را رعایت کردن، یک گروه دیگرش همین که بال و پر برآوردن فراموش کردن که بالای شانه های کی ایستاده بودن، شروع کردن همچون یک تشکیلات های بیا دور یا سازمان های خیلی هم نمیشناسن، گاه موقعگیری های زیدی نهضت هم که البته این موضوع دیگر است، جای دیگر انشاءالله باید در این باره صحبت کنیم. خب برادران عزیز، همونطوری که گفتم درباره آینده ما باید کمی بیشتر صحبت کنیم از آنی که درباره گذشته. نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله بعدی دچار چند چالش خواهد شد. چالش یعنی مشکلی. چند مسئله است که ما باید شروع کنیم از امروز به این سوال‌ها جواب پیدا کنیم. یکی این بحث همیشگی و طولانی همه حزب و حرکت‌های اعتقادی که آن را ایدئولوژیک هم میگن، در مسئله تناسب بین اصولگرایی و نوگرایی. این بحث اصولگرایی و نوگرایی برای حزب و حرکت‌هایی که نتوانستند این مسئله را در داخل خود حل کنند، بخصوص برای حزب و حرکت‌های اعتقادی خیلی خطرناک است. کسانی که درست راه حل پیدا کردن نجات یافتن، پیش رفتن، کسانی که نتوانستن، احزابی که نتوانستن در همون بحث اصولگرایی و نوگرایی باقی موندن و از بین رفتن. مثالش من از یک حزب عمده جهانی اعتقادی یا ایدئولوژیک حزب کمونیست میارم، نه احزاب اسلامی. احزاب اسلامی را ما میتونیم ذکر کنیم، مثل اخوان المسلمین، مثل ده‌ها صدها حزب و حرکت‌های اسلامی دیگر. حزب کمونیست چین بحثی اصولگرایی و نوگرایی رو به شکل دیگر حل کرد. امروز چین به یک کشوری قدرت دنیا تبدیل شد. از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و شاید در سالهای آینده حدس میزنن که سال 2050 قدرت اول جهان خواهد شد. همون کمونیست‌ها هستند. حزب کمونیست شوروی در بحث اصولگرایی و نوگرایی شکست خورد. پرقدرت‌ترین دولت دنیا را از بین بردن خودشون، نه ما تاجیک‌ها و نهضتی‌ها، نه اون گرجی و اوکراینی. خود حزب کمونیست شوروی را از بین برد. برای چی؟ برای در این بحث اصولگرایی و نوگرایی راه حل درست پیدا کردن نتونستن. مثل همین که گفتم سرش رو در خرسنگ زدن، نتوانستن با زمانه هم قدم باشن. بالاخره رفت اتحاد شوروی هم حزب کمونیست هم و تمام احزاب کمونیست دنیا هم شکست خورد.
این مشکلی دامن احزاب اسلامی را تقریبا 10 سال پیش یا شاید بیشتر گرفته بود، امروز هم دوام دارد. و ما در نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این مرحله بحث اصولگرایی و نوگرایی و مدرنیسم و اصلاح طلبی اونا باقی مونده و این بحث‌ها را باید ما در یک چارچوب منطقی در گفتگوی بسیار صمیمانه با نظرداشت واقعیت‌های عالم دنیا باید راه حل پیدا کنیم. وگرنه اگر ما هر چقدر دعوا نکنیم، هر چقدر قوی هم نباشه، مطمئن باشه که تقدیر ما در آینده مثل احزاب و حرکت‌های دیگر اعتقادی می شود. برای احزاب غیر اعتقادی، اونایی که چارچوب اعتقادی ندارن، خیلی آسان است. مثالش آقای اردوغان، مثالش آقای رحمان، مثالش پوتین، مثالش ترامپ. اینا یک روز دنیویان، یک روز زردشتیان، یک روز آریاییان، یک روز کمونیستان، یک روز می‌بینی که هر چیزی در شما بخواهد میگوید. برای این یک چارچوبی معین وجود ندارد، چون این چارچوب‌های ایدئولوژی خاصی احزاب و گروه‌های عقیدتی هست که نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از آن است. ما اگر خوب این مسئله را، این مرحله را گذشتیم، انشاءالله من باوری دارم که یکی از موفق‌ترین احزاب سیاسی حرکت‌های اعتقادی دنیا خواهیم بود. اما اگر نه در این بحث باقی موندیم، شکست خوردیم، دچار احساسات شدیم، دیر یا زود حتما این مشکلی دامن ما را خواهد گرفت. خب یک بحث دیگر است برادران، میخواهم اینجا این صحبتم فقط مقدمه کنم. آینده این بحثی که امروز شد، من از تک تک شما برادران تشکر میگم، واقعا بحثای جالب کردید، همتون نام نگیرم. این بحثا رو ادامه بدیم و یکی از بحثای هست این بین یک حرکت یا حزب دینی و سیاسی بودن ما، همونطور که در مسئله اصولگرایی و در مسئله نوگرایی گفتم، در مسئله این توازن بین سیاسی و دینی بودن خودمان باید ما تجدید نظرها کنیم. این مسئله خیلی مسئله حساس است، دشوار است، ولی باید حلش کرد که بالاخره ما در این توازن بیشتر کفه ترازو به سمت سیاسی هست یا دینی. ما نمیتونیم زیاد در این موضوع بحث کنیم و تکرار کنیم دائم. چرا؟ چون عصر جدید، نسل آینده از ما قدم ها و جواب های مشخص طلب میکنند. دیگر با عمومی گویی، با گریختن از مسئله ما نمیتونیم به این سوال ها جواب پیدا کنیم. من ببینید دوستان عزیز، نظر شخصی ما میگم، حالا بعد شاید در یگانجا باز مفصل‌تر در این مورد صحبت کنیم که ما بالاخره همچنین حزبی اسلامی سیاسی مسئولیتی ما چی است، رسالتی ما چی است. بیاید یک مثال بزنم از دیگر نهادهای اسلامی، بانک اسلامی، سازمان فرهنگی اسلامی، یک جریان اقتصادی اسلامی، مثلا یک سازمان اقتصادی اسلامی، یک حرکت، یک سازمان دعوتی اسلامی، هر سازمانی که هست نوابسته از خاراکترش ولی برچسب اسلامی دارد، مثل یک حزب اسلامی. خب در چنین حالت توازن، کف ترازو به کدام سمت است؟ من مطمئنم شما بروید سراغ همه بانک های اسلامی بروید، در 99% مسئله ها با تمام بانک های دنیا مشترکند. بانک اسلامی شارقه، بانک صندوق اسلامی قطر، مثلا بانک های اسلامی ترکیه، مالزی را ببینید، با تمام بانک های ریبوی دنیا در 99% مسائل همسونند. ولی اون چیزی که اینها را فرق میکنه چی است؟ چند مسئله ارزشی است، اخلاقی است، شرعی است. در اینا ریبا هست، در بانک اسلامی ریبا نیست. اون ویژگی اسلامیشون حفظ میشود، اما اینا در 99% مسئله بانکند. بانک اسلامی، ببینید دوستان عزیز، اگر در یک بانک اسلامی، در یک سازمان اقتصادی، در یک سازمان فرهنگی، اگر شما مثلا 50%، 70%، 80% فعالیتون به اقتصاد، به بانک ربط نداشته باشد، معنی ندارد شما بانک اسلامی تشکیل کنید. بعضا شما تصور کنید یک بانک اسلامی همگی 50%، 40%، 30% فعالیتش
بانکی هست و اقتصادی هست و برای مال و درآمد هست و باقی مانده تمام فعالیتش مثلا بخشیده شده است به مسائل عقیدوی و به مسائل فقهی و به مسائل تعلیم و تربیه و همه چیز دیگر. یا یک سازمان فرهنگی همگی 5% 10% فعالیتش فرهنگی است و باقی همش مسائل های اعتقادی. یا یک سازمان سیاسی مثلا چند درصدش باید فعالیت سیاسی باشد که بعد او تبدیل شود به یک حزب سیاسی اسلامی. اما اگر در این تناسب فعالیت یا اون جنبه یا اون کفه تواضع که به خاطر اون تأسیس شده است اگر اولویت نداشته باشد، قوی نباشد، معنی ندارد حزب سیاسی اسلامی تشکیل کردن. چون ببینید جامعه تاجیکستان با ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخصوص قسمی ارزش محور و دینی جامعه تاجیکستان با ما این مسئولیت فعالیت سیاسی را سپریده است. در نهایت کار از ما و شما از نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه سیاسی را طلب خواهند کرد. اگر ما در فعالیت دعوی، فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم کارهای دیگر ضعف نشان دادیم هم جوابگر این مسئله نیستیم. چرا؟ دهها صدها سازمان‌های دیگر هست که به این کارها مشغولند و ما نباید با آنها وارد رقابت شویم. اما در تاجیکستان، نه تنها در تاجیکستان، در کل آسیای مرکزی همگی یک حزب دینی سیاسی است. ما تنها مسئولیت تاجیکستان را نداریم. دیروز رسلان ایسین بعد از ایفید و من گفت که کار همین دادگاه گاگا بود و گفت شما با این کارتون مسئولیت همه را به دوش گرفتگی. تنها شما یک برای تاجیکستان نیستید، برای همه هستید. چون یگانه حزب اسلامی سیاسی است که خودش رو نگه داشته توانست. خب پس اینم جای بحث است، جای گفتگو است که ما در این توازن یک انتخابی درست کنیم، دنبال احساسات و دنبال تقلید دیگران و رقابت با دیگران نشیم، چون به ضرر ما است. هر چقدر ما به دیگر مسائل مشغول بودیم همون قدر از فعالیت اصلی و رسالت اصلی هم دور خواهیم شد و همون قدر با دیگران وارد رقابت میشویم. چون ببینید دوستان عزیز، همین بحث دینی و سیاسی بودن، نوگرا و اصولگرا بودن یک ویژگی ها دارد. من بعضا به این نتیجه ها میرسم که ما بالاخره ما انسانی مثل یک کامپیوتر در مغز سرمون یک برنامه های داریم، یک پروگرام های نصب شده داریم که از کودکی و جوانی و سالهای تعلیم و تربیه و تجربه زندگی اون برنامه ها، اون ادبیات، اون اصطلاحات در سر ما جا گرفتن دیگر. اگر ما نتوانیم برنامه های مغز سر خودمون رو بروز کنیم، اپدیت کنیم، باور کنید مثل هم کامپیوترهای میمونیم که 20 سال پیش در اول پیدایش کامپیوتر باید برنامه متخصصان بهتر میدونن اینتل یک مثلا در همونجا یا ویندوز نصب شده است در مغز سر اون کامپیوتر و این کامپیوتر فخر به آن میکند که همون ویندوز رو نگه داشته است چون اصولگرا هست و همون اصل خود را حفظ کرده است و با اپل و با این برنامه‌های نو با اینا اصلا سر کار نداره چون اینا خطرناکه. من فخر میکنم که با همون اصول خود را حفظ کردم. امروز همه ما نوابسته از اصولگرا، نوابسته از جوان، دین، مذهب چی رو استفاده میکنیم؟ دیگر کم آدم است که هم برنامه‌های کامپیوتری 20 سال پیش استفاده کنن. همه الان سراغ برنامه‌های نه حتی رفته میگن چت جی پی تی و گفت بعضی دوستان چای چپاتی دیگر چون تلفظ کردن نمیتونن میگن خب چای چپاتی. خب رفتیم سراغ چت جی پی تی و دیگر این وارد زندگی ما شد. خب مغز سری ما اسلامگراها میگیم، احزاب اسلامی، مسلمان ها فرق نداره. دقیقا در مسئله نوگرایی بروز بودن است. ما نمیتوانیم با همون ادبیات، با همون اصطلاحات، با همون طرز تفکری که 30 سال پیش از استادان آموختیم، از کتاب‌ها آموختیم، با همون امروز مشکلات خود را حل کنیم. من بعضا میشنم برای یک مثال عادی، وقتی که ما در اروپا قرار داریم، در غرب قرار دادیم، برای چی اینجا آمدیم ما؟ و از دست کی آمدیم؟ از دست دیکتاتورهای منطقه خودمون که اکثریتش کمونیستن، بلشویکن، دیدگاه‌های چپی افراطی دارن، از رحمان سر کردن تا دیگر دیکتاتورهای پساشورایی پوتین و دیگرها. ما از دست اینها فرار کردیم به اروپا آمدیم. اروپا کدام کشورها هست؟ کشورهای دموکراتی، لیبرالی
در اینجا کدام دیدگاه ها حاکمند؟ دیدگاه های بیشتر راست یا سوسیال دموکراتی. ولی ادبیات خودمون رو اهمیت میدیم. ما چی گفته ایستادیم، چی میگوییم؟ چون برنامه ما در همون دیسکای مغز سرمون همون برنامه 30 ساله است. ما از دست دیکتاتورهای چپگرای بلشویک فرار کرده آمدیم، مالکیتمون رو گرفتن، زندانی کردن، شهید دادیم. ولی هنوز هم مثل همون سالهای پیشین بیا که ما هنوز هم شهروند شوروی در زبانمون فقط کوفتن و زدنی که هست کشورهای دموکراتی و لیبرال دموکراتی و غربی. یک سخن حتی ایدئولوژی کمونیستی و شوروی و بلشویکی را در ادبیاتمون استفاده نمیکنیم. در صورتی که مشکلی ما اون است. بله یک مشکلی یک قسم دیگری دنیای اسلام از غزه شروع کرده تا کشورهای عربی تا اینها مشکلشون از دست کشورهای لیبرال دموکراتی و از دست کشورهای غربی است، نه از دست چین و از دست روسیه و رحمان اینها. اما مشکلی ما از دست دیگران است. من امروز خبر خوندم که رئیس خدمات جاسوسی روسیه میدونید چی گفت دیروز در صحبتش در باکو؟ این به برادران افغانستان هم بیشتر ربط دارد. گفت که هستند کشورهایی که هنوز هم مخالفین افغانستان را کمک کرده ایستادند برای مبارزه با حکومت حاضره افغانستان. یعنی دیروز صحبت در شهر باکو، ولی هنوز هم همون تفکر پیشینه غرب ستیزی و شرقگرایی چیکار کرده است؟ بسیارا ببینید که عاشق همون ظالمان خود هستند، مثل همون میگن که همون استاگولسکی سیندروم که میخواد در علم روانشناسی یک شاخه است، یعنی به همون گرفتار شده ایم ما. بنابراین دوستان عزیز در این موضوع در این مسئله خیلی موضوع حساس هم میدونم بحث نکنم. حزم بعضی اونها خیلی دشوار است از لحاظ اعتقادی فکری، اما ما باید بالاخره این برنامه‌های خود را، دیدگاه‌های خود را و از همه مهمش ببینید دوستان، باید یک فرق بگذاریم بین ارزش و بین مفهوم‌ها. بعضی ما بین ارزش و مفهوم‌ها آمیخته کردگی. وقتی که ما میگیم که در مفهوم‌ها تغییرات وارد کنیم، مفهوم‌ها را از نو بازنگری کنیم، برخی فکر میکنن که ما درباره ارزش‌ها صحبت کرده ایم. نه، ارزش‌ها جای خودشون است. ارزش باقی بمونه، اون مسئله اصولی است. اما ما درباره مفهوم‌ها باید تغییرات وارد کنیم، تجدید نظر کنیم، وگرنه اگر ما بین مفهوم و ارزش فرق نگذاریم این مشکلی ما رو در آینده دامنگیر خواهد شد. خب ببینید یک موضوع آخر در موضوع هجرت. امروز 10 سال هجرت دیگه‌مون هست. بسیار صحبت‌های خوب شد در مسئله هجرت. ما چیکار کنیم، چی باید کرد؟ اصلا خودی همین اصل نو، اصل تکنولوژی دنیا رو هم میدونیم که به یک دهکده تبدیل شده است. دنیا دنیای پیشینه نیست. مفهوم هجرت، مفهوم مبارزه، مفهوم تمامی حتی مفهومات اسلامی، نه ارزش‌ها، ولی در مفهوم‌هایی که ما از کفلی خوندیم در ادبیات از عصر پیامبر تا صلوات الله علیه تا امروز در اینها تغییرات وارد کرده است. از آن جمله در مسئله هجرت هم. اما یک قسمتی مسئله هنوزم ناروشن باقی میموند. همین اصل تکنولوژی اینترنت. دیگر ما مهاجر نیستیم، باور کنید برادران. ما دیگر مهاجر نیستیم. چرا؟ برای آنکه اگر ما خوب تکنولوژی را استفاده بریم، ما در تاجیکستان و حتی تاجیکتر از تاجیکستانی هستیم. ما وطندارتر از کسانی هستیم که در داخل کشور زندگی کرده ایستادن. اگر به شرط این تکنولوژی را خوب استفاده بریم و با این زمان هم قدم باشیم. و گفت شاعر گر در یمنی چوبامنی پیش منی، گر پیش منی چوب منی در یمنی. اگر در یمن هم باشی چوب با من باشی در پیش من هستی، ولی اگر در پیش من هم باشی که با من هم فکر نباشی، با مسئله من هم فکر نباشی، پس تو در یمن هستی. ما امروز من مطمئنم که نمی صحبت کرده ایستاده اون مثل 1000 سال پیش و 500 سال پیش نیست که برای آن که بفهمن که یک گروه هجرت کرد، در هجرت چیکار کرده ایستاده است. بعد از پس اون مهاجرین به حبشه باز نفر فرستادن، هم ابو سفیان نفر فرستاد به حبشه که تو از حال
مهاجرین آگاه شد که در بین اونا چی میگذرد و هم حضرت پیامبر فرستاد. یعنی اون شرایط زمانی گذشته بود. الان یعنی صحبت ما در داخل خانواده‌های تاجیکستان مستقیم پخش شده ایستاده است. پس من چگونه مهاجر هستم؟ مهاجر امامعلی رحمان است که در داخل قصرش در وطن هست، با مردم در تماس نیست. با مردم از طریق تلویزیون، از طریق ورزشگاه صحبت میکنن. من و شما دیگر مهاجر نیستیم. ما و شما در داخل وطن هستیم. اگر همین قضیه دادگاه بین المللی این وابسته با ما از برادران خواهران عزیز، اگر ما بتوانیم همین قضیه را وارد تک تک خانواده های تاجیک کنیم، در هر یک خانواده تاجیک گرد درباره همین موضوع برود، پس ما چگونه مهاجر هستیم؟ نه، ما در داخل کشور هستیم. بله از لحاظ فیزیکی، از لحاظ فاصله درست است، ولی از لحاظ فکری، از لحاظ تماس با مردم ما میتونیم وارد خانه های مردم شویم، در پهلوی مردم باشیم، در سری دسترخوان مردم هم حضور داشته باشیم، به شرطی که از این واژه ها، از این مفهوم، از این تکنولوژی ما درست استفاده برده توانیم. صحبت خیلی طولانی است، نمیشه در یک صحبت اینچنانی همه موضوع را مطرح کرد، ولی بار دیگر به همتون تشکر میگم، بخصوص به برادر محمدی، به برادران ما در آلمان و به همه شما که تشریف آوردید به این چهاربینی، و بار دیگر از پروردگار عظیم‌الشأن برای استادان، برای هر دو بزرگوار، برای همه استادانی که در تأسیس این حزب کمکشان کردند تا امروز کمک کرده ایستادن هستند، از خداوند برای گذشته ها مغفرت، برای بازمانده ها صبر جمیل و برای یکایک ما و شما سربلندی را تمنا دارم. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همزمان رئیس پیکان ملی تاجیکستان جناب آقای استاد محمد کبیری و هم سخنهای خوب بود. ولی من همین در مسائل همین دو مرد بزرگ نمیدونم این فکر من از باید خطا کنم. من فکر میکنم که هیچ وقت عقیده و نظر و پیش امون راهی رفتن اینو کاره نمیشود. شخصا برای من و همین رفتن با سر بلند برگشتن در همون ایدئاوی همینا میبینم. انشاءالله که با امام باشه. محمدی گذاشت با ما قرار بود که محمدی را در اول بگیرن مهمونا و برادران خوش آمدید دیگه. من فراموش کردم، ناراحت شد. اگه فرهاد التماس اگه محمدی را بگو بیاید انشاءالله که چی کنه مهمونا و برادران خوش آمدید. من هم انشاءالله خوش آمدید. همه مهمانان عزیز خیلی دوستان گفتن مردم میگه همه ما مهمان هستیم و در یک افغانی هم مهمان شما و برادران افغانی هستید و قول شاهی امروز مهمانان و افغانستانی تاجیکستانی بگیم شما تاجیک امروز روز به کاشانه ما آمده ای سرفدای قدمت خوب و جا آمده ای. ما هم از شیفتگان لبی مهر و صفا مرحبا ای که با مهر و صفا آمده ای. به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا ناراحت نیستم، انشاءالله که خرسندم. تصمیم گرفتیم که این چهاربینی را بکنیم. تقریبا طول یک ماه مقصد بود که در یک دایره دفتری این محفل را انجام دهیم. خداوند برای ما دست داد و این با کمک برادران این محفلی خیلی هم بزرگی طول چند سال بود این خیلی برادران جمع نکرده بودیم و این مشکلی هایی که در این طولی چند روزی سیتات بالای ما بود الحمدلله همش برطرف شد. الحمدلله شکر میکنم که روح این استادان، روح این شهیدان از ما شاد شده باشد و از همه اون برادران، خواهران، استادان که از سراسر اروپا دعوت ما را پذیرفتند و در این محفلی خودشان محفلی شهدا اشتراک کردند تشکر میگویم و یک بار دیگر همه شما را از نام خودم، از نام دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آلمان، از نام ستادی برگزار این چهاربینی خوش آمدید میگویم. بار دیگر همه شما خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
دست مرا داره